به نام خداوند مهربان، بینندگان ارجمند و برادران و خواهران گرامی، امیدوارم که صحت و سلامت هستید. نامتان بخیر باد. استاد خوش آمدید. استاد سلامت باشید برادر محمود جان و بسم الله الرحمن الرحیم. درود به همه بینندگان و برادران و خواهران هموطنانی که ما و شما را میبینند. بفرمایید در خدمت هستم. استاد یک بار دیگه تشکر میگویم از شما. انشاءالله استاد در مورد در موضوع آیا صلح طرف‌ها ملت را به وحدت رساند صحبت خواهم کرد، ولی پیش از این میخواهم یادآور شوم که این صحبت آنلاینی ما در رادیوی پیام و همچنین در محوره پیام تیوی در حال پخش است. حالا ما استاد را میبینیم که در این موضوع صحبت خواهم کرد و بعد اون انشاءالله سوال ها را مطرح خواهیم کرد. سوال ها هم به طور کتبی نوشته جات رسیدگی است و همچنین انشاءالله برادران و خواهرانی که میخواهند آنلاین سوال خود را مطرح کنند با زیر کردن اون لینکی که در زیر همین ویدیو موندگی است، با زیر کردن اون میتوانند سوال های خود را مطرح کنند. و حالا وقت را میدیم به استاد که صحبت خود را در موضوع آیا صلح طرف ها ملت را به وحدت رساند بفرمایید استاد. خب بار دیگر شام بخیر هموطنان گرامی و تشکر برای شما هم که این فرصت رو برای ما مهیا کردید. واقعا برادر محمود جان خودتون خوب میدونید که من قبلا درباره این موضوع صحبت کردنی نبودم، چون اینک یک هفته از روز امضای سازشنامه صلح یا از سالگردش میگذرد، اما بعدا دوستان زیاد با سوال ها مراجعت کردند و خیلی پیام ها فرستادن که برای رهبریت پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این باره موقع خود را بیان نمی کند و نفران زیاد در این باره حرف زدن، صحبت کردن، تحلیل ها نوشتن و شاید بد نیست که برای جامعه هم نظری رهبریت پیمان ملی تاجیکستان در این باره گفته شود. و بعد از اون که این تصمیم گرفته شد و دوستان خواهش کردن، واقعا من رفتم سراغ آن که این تحلیل ها و نوارهای ویدیویی، صحبت هایی که در محفل ها یا در جاهای گوناگون کرده شده است، البته همش رو هم نه، ولی قسما مطالعه کردم، گوش کردم، دیدم و واقعا چند ملاحظه در من پیدا شد که آن رو میخواستم در خدمت دوستان بگذارم، در اختیار دوستان و بعدا در نتیجه سوال و جواب پهلوهای دیگر این موضوع را با هم با بینندگان عزیز بحث و تحلیل نماییم. ما قبل از آن میخواستم بگویم که نگاهی همه اون دوستانی که نظر خود را در صحبت‌های ویدیویی، چه از مخالفین حکومت تاجیکستان، چه از طرفداران، چه از کارشناسان مستقل نظرشان را در این موضوع گفتن، نظر همه آنها قابل احترام هست و واقعا من احساس کردم که در مقایسه با سالهای قبلی تحلیل‌های امساله یک کمی بهتر شدند، چه از طرف مخالفین، چه از طرف حکومت یا کسانی که دایرهایی که به حکومت نزدیکن یا حکومت رو نمایندگی میکنن و یا که کسانی که خود را کارشناس مستقل معرفی میکنن، چه واقعا مستقل باشن یا چه تمایل به مخالفین یا به حکومت داشته باشن. در مجموع اون نکته جالب و مثبتی که میخواستم بالایش تاکید کنم این است که در مقایسه با سالهای قبل تحلیل ها و گفته ها، نوشته ها یک مقدار با انصافانه
و یک مقدار سازنده هست. در پهلوی آن که تحلیل کردن دوستان باز بعضی راه‌حل‌ها و بعضی ملاحظه‌های خیلی جدی هم آورده شده است که واقعا این خودش الکی بیانگر آن است که ما از اون مرحله رویارویی و از مرحله آن که نتیجه صلح و نتیجه رضایت ملی رو هر کس به طرف خودش بکشد و از دید خودش بها بدهد، آهسته آهسته رفته ایستادیم به سمت واقعیت‌ها و در فکر آن هستیم که آیا واقعا صلح تاجیکان یک صلح واقعی بود یا صلح واقعی بود که بعداً شکسته شد و آیا اون نتیجه را که ما ملت میخواست و در سندها ثبت شده بود آیا به دست آمد یا نه. در عموم این نکته خیلی نکته مثبت است و بنابر همین خواستم که در این باره یک تاکید کرده باشم. تاکید دوم یا ملاحظه دوم از خواندن همه این ملاحظه ها و تحلیل ها و شنیدن این همه صحبت های ویدیویی در این موضوع این شد که هنوز هم متاسفانه ما گرفتار همون قالب ها و چارچوب های فکری قبلی هستیم و در اینجا کارشناسان یا کسانی که بهاگذاری کردن به دو دسته تقسیم شدن. یک گروه آمدن صرف از موقع آن که هم حکومت و هم اپوزیسیون در این صلح در جنگ در صلح خیانت کردن، جنایت کردن و به هیچ نتیجه نرسیدن جز تقسیم منصب ها و وظیفه ها. این یک نگاه عمومی هست که باز تکرار میکنم هم حکومت رو و هم مخالفین رو در مجموع مورد انتقاد قرار میدهند و حتی بعضیا دعوت میکنن که یا دعوت کردن که اصلا دیگر این دو گروه یعنی حکومت امروزه و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا سابق اینا دیگر حق درباره صلح و وحدت ملی گپ زدن ندارد که از نگاه من فکر میکنم این نظر هم نظر مورد احترام است، بالاخره نظر یک قسمی از جامعه تاجیکستان است، اما یک مقدار رادیکالی هست، یک مقدار دور از واقعیت هست. اما به هر صورت این نظر گفته شده است. یک گروه دیگر باز هم تلاش کردند که تمام این روند صلح و نتیجه های آن را، مهمتر از همه نتیجه های آن را طرز تحلیل کنند و بهاگذاری کنند که آن چیزی که امروز در تاجیکستان میگذرد و به وقوع پیوسته ایستاده است این را به یک شکل سفید کنند و این را دلیل برای این بتراشند و بگن که خب حالا نتیجه همین است و باید این را اعتراف کرد و از این بهتر نمیتوان به دست آورد یا نمیتوانستند به دست بیارند. که من فکر میکنم که نه اون دوستانی که با اون حد رادیکالی بها میگذارند انصاف رو پر رعایت کردند و نه اون کسانی که حالا مردم را ملت را میخوان مجبور کنند که اون واقعیتایی که امروز هست به همین اکتفا کنیم و اصلا دیگر در این باره صحبت نشود و به همین در سازشنامه صلح و نتیجه آن بسته شود. و نکته سوم، ملاحظه سوم این است که من اون چیزی که خودم خیلی واقعا برای من تعجب آور بود این است که درباره سازشنامه صلح، درباره دستاوردهای آن و حتی فضا و شرایط تطبیق آن و نتیجه آن خیلی صحبت ها می شود و خیلی تفسیرها هست. اما یک چیز جالب این است که هیچ کس تا امروز بخصوص طرف حکومت که تمام این سندها در اختیارشان هست آماده نیستن که اون متنها رو یک بار نشر کنن در اختیار مردم بگذارن، چون سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی این فقط یک صحیفه مثلا 2-3 صحیفه که امضا شده بود بار آخر در مسکو این نیست، چون تمام اون سندها مجموعه پروتکل ها سندها جزئی جدا نشونده اون سازشنامه عمومی صلح هستند و باید در اختیار مردم قرار بگیرند، چون مردم تاجیک کارشناس نه تنها کارشناسان حتی مردم عادی هم به این حد بیسواد نیستند که متن را خوانند و چیزی نفهمند و حتما نیاز به تفسیر و به شرح ما و دیگران داشته باشند. رفتار مقامات، رفتار بعضی از دایره ها این را میموند که مثلا بگن که به مردم که شما مثلا کتاب را نخونید، فقط تفسیر کتاب را بخونید، شما قرآن را نخونید، شما حدیث را نخونید یا فلان کتاب فقهی را نخونید، اما تفسیری که من در این باره نوشتم درباره حدیث یا درباره قرآن یا درباره فلان کتاب فقهی یا حتی یک کتاب هر کتابی هم باشد شما فقط تفسیر و شرح و حاشیه را بخونید و ضرورت نیست که اون
اصل مطلب رو یا اصل متن رو بخونید. شاید بر این نظرن که حالا مردم رو میخونن چیزی درک نمیکنن یا نمیفهمن، حالا که این متن ها همشون بالاخره من اگر در نوشت همه در آماده کردنشون هم که شرکت نکرده باشن در همش، ولی در قسمن بخصوص در مرحله آخری گفت و شنید شرکت داشتم و بخصوص اون سندهایی که در کمیسیون آشتی ملی یا در زمان تطبیق سازشنامه صلح قبول شدن که اونها هم جزء جدا نشونده این سازشنامه صلح هست. اینها با متن بسیار ساده تاجیکی نوشته شدند و هر کسی هم که بخواند از اون برای خود یک چیز درک میکند و پنهان داشتن این متن سازشنامه پروتکل ها از نگاه من سالها رو بیشتر به وجود میارد. شاید بعضی از نفرها ترس دارند که اگر مردم به واسطه رجوع کنند به متن ها رو بخوانند در ذهن آنها سوال پیدا میشود که چرا این طلب سازشنامه رعایت نشد، چرا این طلب فلان پروتکل پر رعایت نشد، دلیل چی بود، سبب چی بود. و این شاید از این سوال ها بیشتر میترسند از اون که یگان علت دیگر در اینجا باشد. به هر صورت حالا من نظرم این است که ما که اینها رو در ارخیو داشتیم، ولی این همه ارخیو وقتی که در این یک حالت شاک مجبور شد نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریتش کشور را ترک کند، دیگه اون ارخیوهای ما در بینای حزب ماند و الان در اختیار حکومت است. ولی خود حکومت هم تمام این سندها رو در اختیار دارد و بد نیست که اینها رو نشر کنند، بخصوص کارشناسان محترم و مردم خودش آگاه شود. البته این به معنی آن نیست که اون تحلیل و تفسیرها و حرفایی که درباره سازشنامه عمومی صلح نوشته میشد از واقعیت یا از متن سازشنامه دور باشد و خدای نکرده کسی فکر کند که ما اینجا داریم کسی را به متهم به آن میکنیم که درباره سازشنامه دروغ میگویند یا مینویسند. نه، مطلب این نیست، بلکه اون است که این تفسیرها و شرحها تحلیلها کمک میرساند، اما مردم با سواد تاجیک حق دارد که خودش به واسطه به متنها مراجعت کند و سوالهایش را هم بگذارد که برای چی این قسمت اجرا شد، فلان قسمتش اجرا نشد. دوستان عزیز، صحبتی که من میکنم با فرق از برادران و هموطنان کارشناس یا کسانی که مخالف ما هستند یا موافق ما هستند، من همچون یک حالا نه دعوای کارشناسی دارم در اینجا و نه دعوای طرفی سازشنامه دارم و نه کسی دیگر، بلکه مناسبت خودم را با این صلح، با این سازشنامه، با این نتیجه ها مثل کسی میبینم که از روزی حالا یک هفته بعد از آغاز کار کمیسیون آشتی ملی در تاجیکستان که اگر 15 سپتامبر 1997 به کار شروع کرده باشد، من آخرهای ماه سپتامبر به دوشنبه آمدم با دعوت استاد نوری رحمت الله علیه و تا آخر کار کمیسیون آشتی ملی تا روزهای آخر در بینای کمیسیون آشتی ملی اول همچون یاور رئیس کمیسیون آشتی ملی، بعدا همچون عضو زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی کار کردم و در تمام این جریان ها اگر 100% هم نباشد 90% من حضور داشتم، به خصوص در اون ملاقات های دو طرفه که بین پرزیدنت و استاد نوری انجام شد درباره اون جزئیات ها، ساعت های طولانی، حالا یاور پرزیدنت از یک طرف، من از این طرف شرکت داشتیم، یا در هیئت های گوناگون، چی در اپارات پرزیدنت چی در بینای کمیسیون آشتی ملی. به عباره دیگر این فعالیت کمیسیون آشتی ملی، صلح آفرینی، اون همه جنگ و جنجال ها، زد و خورد ها، حتی لطوکوب هایی که خب رخ داد نسبت ما هم نسبت دیگر اعضایان هم، اینا جزئی از حیات ما هستند. ما نگاه همون به این حادثه هم چیز کارشناسی از بیرون نیست، بلکه از درون هست. با این حادثه ما زندگی کردیم، با این حادثه ها رفتیم و این جزئی زندگی و حیات ما هست. و بازم تکرار میکنم با وجود همه اون احترامی که به دوستان و برادران کارشناس و ناظران و طرفا داریم، گاه از خودی به اصطلاح صاحبان قضیه و کسانی که در این روند بودن اگر شنیده شود بد نیست. من خیلی میخواستم که فقط من نه، چون از طرف اپوزیسیون تقریبا دیگر اعضای کمیسیون آشتی ملی شاید یک نفر دو نفر دیگر باقی مونده است، امیربگ، عطابگ یا چند نفری که دیگه خاموشن، اما
باقی مانده یا که به شهادت رسیدن یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا در زندان مثل مولوی محمد علی فیض محمد و محمد علی حییت که عضو زیر کمیسیه بود، جلال الدین محمود اینها. اما از طرف محترم، چون عباره جانب محترم یا طرف محترم در کمیسیه آشتی ملی خیلی رایج بود و ما به یکدیگر این را میگفتیم، از جانب محترم چرا خاموشن؟ چرا این را همچون نه اون که حالا یک طرف رو تعریف و یک طرف رو تنقید کنن، نه بیاین اون حادثه ها رو، اون حرف بگوین تو این تاریخ ملت است دیگر. چون اگر اینا گفته نشوند یک طرف میاد روایت خودش رو میگه، چی حالا طرف اپوزیسیون باشد چی حکومت، بعد کارشناسان هم میرن بالای همون متنای خشک کار میکنن، یعنی اون هر چیزی که در بالای کاغذ هست در اطراف همون صحبت میکنن و اونا هم عیب ندارن. اما این حاشیه ها، اون حیات واقعی که باعثی حالا نتیجه گرفتن صلح یا برعکس در بعضی جاها باعث نتیجه ندادن شد، اونها متاسفانه از این نگاه ها، از این تحلیل ها و تاریخ ها دور میموند و بنابر همین شاید گاه در این باره هم صحبت ها شود از طرف به واسطه اشتراکداران، به نظر من بد نیست. ملاحظه دیگری که من درباره عموما سازشنامه صلح و سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی میخوام بگم این است که متاسفانه تا امروز چی در تحلیل های کارشناسان، چی حکومتی، چی طرف اپوزیسیون، چی حالا بین المللی، وقتی که بهاگذاری این متن، این مناسبت به این سازشنامه و طبیعت و ماهیت این سازشنامه و سندها رو بها داده نمیشون، اون رو همچون یک گاه سند آرمانی، گاه دکلراسیا، گاه یک چارچوبی معنوی و فکری و تکنیکی برای صلح معرفی میکنن، اما هیچگاه نه اومدن این رو همچون یک سند حقوقی بحث و بررسی کنن. بالاخره سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی این یک سند حقوقی است. حالا میتونیم بحث کنیم که این سند حقوقی داخلی تاجیکستان بود یا سند بین المللی. اگرچه از جانب دو طرف تاجیک یا تاجیکستانی به امضا رسیده است، ولی به واسطه با شرکت جامعه جهانی و بخصوص در کاتبات سازمان ملل متحد این سازشنامه ثبت شده است، رقم دارد و در همه سندها تقریبا شاید که فقط سند عوف یا هم دیگر بخشی باشد، حالا شاید در اینجا هم اشتباه کنم، دیگر در همه سندها امضای نماینده ویژه سازمان ملل در برابر امضای پرزیدنت و رئیس این نوت وجود دارد. پس این یک سند بین المللی هست، سند حقوقی بین المللی و طبق ماده 10 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همه گونه سندهای بین المللی که از طرف جمهوری تاجیکستان اعتراف شده است جزئی ترکیبی نظام حقوقی کشور است. پس این سازشنامه عمومی صلح یک سند مرامنامه یا یک دکلراسیون نیست، بلکه یک سند حقوقی هست. حالا باز تکرار میکنم بحث میتوانیم کنیم که سند حقوقی داخلی است یا بین المللی. در هر دو صورت او ماهیت خود را از دست نمیتید. اگر سند بین المللی باشد طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اولویت دارد، پریوریته دارد به سندهای حقوقی داخلی. اما سند حقوقی یک ویژگی دارد همدیاران گرامی، از مرامنامه و از دکلراسیون و از اینها فرق میکند با اینکه سند حقوقی باید اجرایشش حتمی باشد وگرنه اون سند حقوقی نیست. دوم که در صورت شکسته شدن، ویران شدن یا اجرا نشدن باید کسی به جوابگری بکشد. اون کسی که این رو ویران میکند، کسی که عملی نمیکند، اون رو زیاده روی میکند، سوء استفاده میکند، باید به جوابگری کشیده شود. این طبیعت هر سند حقوقی است. اگر که این نبود پس اون دیگر سند حقوقی نیست. اما متاسفانه کم آدمان به این پهلوهای سازشنامه عمومی صلح اهمیت میدهند و این را همچنین بیشتر سند آرمانی و دکلراسیا معرفی میکنن که بله در داخل اون این گونه حالت هم هست و کسی این را انکار نمیکند. اما وقتی اون رسیده است که این را حداقل نه برای آنکه حالا کسی را جزا بدهند یا بیان رو از نو ریویزی کنند، بلکه همچنین سند حقوقی بین المللی هم اعتراف شود و این مناسبت به این سند همچنان باشد.
اما نکته دیگری که میخواستم اینجا تاکید کنم، نباید ما این سند مهم رو، سازشنامه رو دیگر همیشه بیاریم و از دیدگاه اون سالها بها بدهیم یا همچین یک طرف. نه، ما باید واقعا اون قسمتی که عملی بود یعنی باید عملی میشد و اون قسمتی که مربوط به خود صلح بود از قسمت ما بعد صلح جدا کنیم. اصلا خود نام این سند رو ببینید و چی ربط دارد به وحدت ملی که اصلا موضوع امروزه صحبت ما این است که آیا این صلح طرفین وحدت ملی رو با وجود آورد یا نه. حتی خود کلمه وحدت ملی در نام همین سازشنامه نیست، در اونجا است سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی، یعنی قسمت اولش صلح است و شاید که هدف اصلی این سازشنامه و خود این روند مذاکرات و فعالیت کمیسیون اشتی ملی آوردن صلح، ختم کردن جنگ و از بین برداشتن این کینه و کدرت بود. سوال این است که آیا واقعا حداقل حالا به این قسمتش این سازشنامه و این کمیسیون اشتی ملی و روند صلح موفق شد یا نه؟ اگر نظر بنده رو بخواهن، همچون یک باز تکرار میکنم، یک کسی که کمترین سهم رو در این روند گذاشته است، همچون یاور رئیس کمیسیون اشتی ملی و بعد همچون عضو کمیسیون اشتی ملی، نظر من این است که 90%، حداقل 90% این قسمت صلح آفرینی کمیسیون اشتی ملی، سازشنامه صلح و فعالیت طرفین انجام شد. حالا 90% کم است یا زیاد است دیگر از نگاه من کافی هست برای آنکه ما در مجموع این قسمت رو یک قسمت موفق و قابل اجرا، قابل ستایش، منظورم قابل اجرا در جاهای دیگر و قابل آموزش و فخر بدانیم. یعنی واقعا هم ما یک صلح بی‌نظیر داشتیم و صلح ما نتیجه داد. بالاخره هدف هر صلح خاتمه دادن جنگ هست که این الحمدلله که به دست آمد. حالا کی در اینجا سهمی بیشتر داشت، کی کمتر داشت، کی بعدا این را سوء استفاده کرد، کی کمتر از اون استفاده برد، این بحث دیگر است، ربط به خود اون سازشنامه به اون زحمت طرفین اینها ندارد. اما قسمت دیگر این سازشنامه که رضایت ملی است، آیا اگر که صلح به دست آمد آیا اون رضایت ملیش هم به دست آمد؟ چون قسمت عملی سازشنامه در همون صلح است، اما قسمت آرمانی و قسمت حالا دکلراسیا و اون هدفهای بزرگ، اون رضایت ملی در اون قسمت بعدی است. آیا اونش به جا آمد، به دست آمد؟ این موضوع دیگر است. من در این مسئله کمتر شک دارم. حالا اول خودی هم که رضایت ملی گفتم ما چی رو در نظر داریم؟ حالا بعضی ها میتونن از همین صلح، از نتیجه هایش، از فایده هایش راضی باشن و ما نمیتونیم بگیم که وقتی که من راضی نیستم یا گروه از ما راضی نیست پس اصلا رضایت ملی به دست نآمده است. یک طرف دیگر میگه که نه، من اصلا 100% راضیم یا 200% راضیم. یک نفره که در زمان پیش از جنگ، زمان گفت و شنید یا اون مراسم اینا اصلا هیچ کسی نبود، بعد از این سازشنامه و بعد از این روندها صاحب همه چی شد، حالا منصب دارد، پول دارد، در داخل وطن است، او باید راضی باشد و او راضی هم هست. اما با اون معنی نیست که دیگران از این راضی هم. اون معیاری که باید ما همچون رضایت ملی اون را قبول کنیم اصلا اون یکون شکل و چارچوب ندارد که اون را بهاگذاری کرد. فقط یگانه معیار میتواند چی باشد؟ اون که واقعا اون وحدت ملیه که باید این صلح و این رضایت ملی ما را به یک وحدت ملی میرساند و به خاطر آن روز 27 ایون را جشن میگیریم و روز وحدت ملی نامیدیم. آیا اون به دست آمد یا نه؟ اگر اون به دست آمده است پس میتوان گفت که ما اون قسمت رضایت ملی هم تا جای در اون هم موفق شدیم. اگر نه، ببینیم که وحدت ملی به دست نآمده است، وحدت ملی مشکلی دارد، اصلا حالا یک شعار بیش نیست، پس میتوان گفت که در اون قسمت دیگرش، قسمت معنوی، فکری و آینده بینی سازشنامه صلح، پس ما مشکلی داشتیم. بنابراین همین من حالا قسمت صلح و اون عملیش را میخوام از قسمتی که برای آینده نگرانیده شده بود
جدا کنم و بیایم یک صحبت کوتاه دیگری در این موضوع هم کنیم که اصلا هدف ما از وحدت ملی وقتی که این رو میگیم چی است. ما بعضی دوستان هم واقعا درباره وحدت ملی هم نوشتن، گفتن، در ویدیوها من تماشا کردم، خیلی انتقادم کردن که این وحدت وجود ندارد و اصلا یک دروغ بیش نیست. دو گروه در اول استفاده کردن، فایده شو دیدن، بعد یک گروه دیگر رو فریب کرده از وطن راند و خودشون فایده یگانه رو دیده ایستادن. به این شکل یک گروه مناسبتشون رو به وحدت ملی بیان میکنن، یک گروه دیگر میگن نه وحدت ملی حالا کسی راضی هست یا نیست، در عموم در داخل ملت در وطن وجود دارد و برای این هم دلیل های خودشون را میارند و اون دلیل ها را هم میچینند در مقاله ها و در گزارشات. من سوالم این است که شناخت ما از وحدت ملی چی است؟ اگر ما میخوایم درباره وحدت ملی بحث کنیم باید بیایم بگیم که در تاجیکستان وحدت ملی هست یا نیست. اول بیایم حداقل این وحدت ملی رو یک بار تحلیل کنیم که وقتی که ما وحدت ملی میگیم چی رو در نظر داریم، منظورمون چی است. آیا آرامش، ثبات، حالا اگر هم نباشد 70-80% ملت و مردم از رهبریت یک کشور اطاعت کردن یا پیروی کردن یا جانبداری کردن، یک صمیمانه هم باشد و این نشانه وحدت ملی است. و مثلا همین که کسی رو حالا در کوچه ها نمیکشد یا اصلا هیچ گونه جنگ نیست، اگر شناخت ما از وحدت ملی همین هست، پس من فکر میکنم که در کره شمالی مثلا وحدت ملی وجود دارد. حالا هر یک ساکنی کره شمالی یا نماینده حکومت کره شمالی بیاد بگید که در کشور ما وحدت ملی وجود دارد، من میگم بله، از نگاه شما حق است، شما درست میگید. چرا؟ برای اینکه تمام 99% شهروندان کره شمالی هر حرفی که رهبرشون پیشوایشون میگوید اینا نه تنها قبول دارن بلکه قرصک میزنن، گیره میکنن، میخندن. البته دیگر نیاز به تکرار من نیست، شما خودتون از من بهتر میدونید. وقتی یک شهروند کره شمالی میگه که در ما وحدت ملی وجود دارد، بین رهبریت و مردم یگانگی هست، اختلاف نظر وجود ندارد، در اینجا اپوزیسیون نیست، در اینجا ترکیش نیست، در اینجا جنگ نیست در کره شمالی، من میگم مبارکتون باد و من شما رو برای چنین وحدت ملی تبریک میگم و به حق شما احترام قائلم. اما من شخصا نمیخواستم در چنین کشور عضو ملت باشم که چنین وحدت داشته باشد، ولی اون نخواستنی من، نظری من برای ساکنان کره شمالی قانون نیست، حتمی نیست. همچنان که برای کره‌ای‌هایی که در بیرون این کشور زندگی میکنن و میخواهند کره شمالی یک کشوری بهتر و خوبتر باشد و وحدت ملی عملی شود به شکل دیگر، اینا هم حق دارن و هیچ کسی حق ندارد مثلا ساکنان کره شمالی بگن که شما کره‌ای‌هایی که در بیرون کشور هستید یا در کره جنوبی هستید شما درباره وحدت ملی غلط میفهمید، شما اصلا حق ندارید در این باره گپ بزنید. بنابراین ما وقتی که درباره وحدت ملی صحبت میکنیم که هست یا نیست، اگر هست چگونه هست، اگر نیست چی باید کرد، پس ما پیش از همه بیایم در این باره صحبت کنیم که مقصد ما از وحدت ملی است چیست، ما چی میخوایم با این ارزش، با این شعار زیبا. و برای مثال یک مثال دیگر میارم در مقابل کره شمالی، آلمان که در سال 89 آخری سال 80 به وحدت ملی رسید. آلمان فدراتیو با آلمان دموکراتی GDR با هم پیوستند و یک ملت یگانه واحد در اساس وحدت ملی و یک دولت یگانه را به وجود آوردند. آیا وحدت ملی که در آلمان هست مانند وحدت ملی کره شمالی هست؟ در آلمان حتی ترک می شود. در برلین متاسفانه چند بار هم بعضی مسلمان ها ترک کردن در برلین. در یک شهر دیگر یک آلمانی تبار علیه ترک ها یک عملیات تروریستی را با وجود عملی کرد، کشته می شود. در اینجا مثل کره شمالی آرام نیست، در اینجا احزاب هست، در اینجا هیچ کس، همگان از انگل مرکل اطاعت نمی کنند، اینم همین ماهای آینده از قدرت می رود و از قدرت رفتن او را هیچ کس شکستن یا ضعیف شدن وحدت ملی آلمان نمیداند.
و در اینجا اختلاف‌های گوناگون هست، اما خود ملت آلمان در مجموع چه مخالفین حکومت است چه موافقینش در مبنای بعض ارزش‌های مشترک یک وحدت ملی را با وجود آوردن که دیگر اون هیچ ربطی به حکومت و به رهبری دولت و به اطاعت کردن و نکردن و به اپوزیسیون بودن حکومتی بودن اصلا هیچ ربط ندارد و اینا اون ارزش‌های مشترک رو با وجود آوردن با هم که اونا رو هم حکومتی قبول دارد و هم اپوزیسیونیش. اگر ما این نوع وحدت ملی رو سراغش داریم یا دنبالش میگردیم یا شاید نوع سومش باشد. حالا مثلا بیایم درباره یک وحدت ملی صحبت کنیم که نه آلمانی است و نه کره شمالی، اینم قابل قبول است. چرا نه؟ ما نباید از کسی دیگر الگو بگیریم. من این مثال ها را برای آن ساده تر و یک کمی مردمی تر آورده ایستادم که دور از اون عباره های علمی و سیاسی و حقوقی که یک کمتر برای ما روشن‌تر شود که اصلا هدف ما از این وحدت ملی چی است. من مطمئنم، حالا به این نتیجه رسیدم که پرزیدنت تاجیکستان جناب رحمانوف یک شناخت خاصی خود را از وحدت ملی دارد که حالا نگویم مثل کره شمالی است ولی خیلی نزدیک است و بعضی از دوستان بعضی از کارشناسان البته نه به اون آشکاری و نه به اون شکل ولی ملت رو به همون سمت میبرند با دلیل‌های خیلی زیبا و خوب که این رو بیاد بپذیریم. یعنی حتی در کدام مقاله هم خوندم که گفته شده است که یعنی یکی از نشانه‌های وحدت ملی قبول کردن اکثر اهالی از سیاست‌های عمومی و از مثلا رفتارهای رهبریت دولت اینها. یعنی ببینید باز تکرار میکنم دقیقاً فلسفه همون فلسفه هست، شخص محوری. حالا اینا رو بعضا دولت محوری میگن که دروغ است. اصلا هیچ کس در تاجیکستان مخالف دولت تاجیکستان نیست که حالا بیان بگن که باید ما در اطراف دولت محوری جمع شویم. شاید افراد باشن که میگن ما طرفدار خلافتیم یا خلافت اسلامی یا کمونیستی، مثلا اتحاد شوروی رو برقرار کردن یک نوع دیگر خلافت ایدئولوژی است که با نام اتحاد شوروی است، ولی اینا افراد هستند. یگان نیروی سیاسی در فکری از بین بردن دولت تاجیکستان که نیست ما بیایم این رو یک حالا بالای این زیاد سوء استفاده کنیم و فلسفه تراشی کنیم. اما بعضی حتی میگن که اطراف باید یک نفر جمع شد، اطراف بعضی فکرو. حالا مثلا اگر مردم آلمان یا مردم فرانسه بالاخره به خلاصه آمدن که دیگر به اون سرکازی دیگر رای ندهند و انتخابات رو باخت و در اطراف رهبری دولتشون جمع نشد ملت فرانسه و وحدت ملی فرانسوی از بین رفت. نه، برعکس اون فرانسوی در اطراف ارزش‌های عمومیشان متحدن و دقیقاً و این نکته خیلی مهم است همون وحدت ملی و همون ارزش‌های مشترک باعث شد که یک پرزیدنت ناعهده‌برا رو عوض کنن با جاش یک پرزیدنت دیگر رو بیارن. اگر آقای ماکرون هم با ملتش خوب خدمت نکرد شاید در دوره دوم انتخاب نشود یا نمیشود و این طبیعت یک کشور دموکراتی است که در مبنای وحدت ملی اون دموکرات یا اون دولت شکل گرفته است و رشد میکند. فهمیش من یا نقطه نظری من، شناخت من از وحدت ملی نزدیکتر به این نوع وحدت ملی هست. اگر ما واقعا میخواهیم که یک وحدت ملی در آینده داشته باشیم که الان از نگاه من جز شعار چیز دیگری نداریم و اونه که دوستان میگن که حالا صلح و ثبات هست و خدا را شکر، ولی صلح و ثبات و آرامش و نکشتن در گورستان هم هست، در کره شمالی هم هست، ولی این به معنای رشد و به معنای وحدت ملی واقعی که نیست. دیگر وحدت واقعی، وحدت ملی در صورت میشود که حتی اگر اختلافات شدید هم شود، رهبریت دولت عوض هم شود یا هر حادثه شد، ملت اون وحدت رو، اون همبستگی رو از دست نمیدید، خودش به یک شکل اینها رو راه حل رو پیدا میکنه. بنابر همین حالا در خاتمه این بحث چی پیشنهاد از طرف ما هست همچون خلاصتا میخواستم بگم. اگر واقعا دوستان میخواهند که من احساس میکنم که اکثریت وقتی درباره وحدت ملی مینویسند و میگن، باز تکرار میکنم چه از مخالفین چه از موافقین حکومت، باید بیان اون پلتفرم نو و جدی وحدت ملی رو از نو باید طراحی کنیم، از نو باید فکر کنیم که اون باید چی چارچوب داشته باشد، ماهیت و
فلسفهش چی باشد و بعد در مبنای اون وحدت ملی همچنین یک فوندامنت، همچنین یک پلتفرم اون حکومت بعدی رو، جامعه بعدی رو بسازیم. ما در تاجیکستان متاسفانه از سقف شروع کردن. اول رهبریت دولت، حکومت یک تصور از وحدت ملی رو در ذهن خودش جا می‌دهد، بعد اون رو بالای مردم یا تلقین میکند یا تحمیل میکند و دیگران باید اون رو قبول کنند. اگر کسی قبول نکرد دیگر اون مخالف وحدت ملی است و دیگر لقب‌ها رو بالایش میمونند. نه، ما باید در یک روند ملی، حالا جدا از بحث‌های آن که در سر قدرت کی است، اپوزیسیا کی است، مثلا من شخصا به هیچ وجه قبول ندارم که رحمانوف در سر قدرت باشد، اما این به معنی ندارد که من یک روند گفتگو و روند ملی برای رسیدن به وحدت ملی رو قبول نداشته باشم. اگر کسی بیاد بگه که مثلا اگر شما رحمانوف را همچون در آینده در سر قدرت یا که نفر دیگر رو از خانواده رحمانوف دیدن نمیخواهید، پس شما عملا ضد وحدت ملی هستید یا ضد این روند ملی هستید برای رسیدن به یک وحدت، من میگم این بسیار یک نگاهی محدود و نگاه قیچی شده غلط است نسبت به وحدت ملی. ممکن یک کسی دیگر از اون طرف بگه اصلا من کبیری رو قبول ندارم و بسیاری رو قبول ندارم، بگوید که من تا وقتی کبیری رهبری مثلا پیمان ملی هست یا نهضت اسلامی تاجیکستان است، ما درباره اصلا یک روند گفتگو یا طرحی وحدت ملی اصلا جای حرف نیست. پس مشکلی در اون طرف است، مشکلی در کسی دیگر نیست. روند گفتگو و همکاری برای رسیدن به یک وحدت ملی و معین کردن چارچوب‌های واقعی، هم معنوی، هم فکری، هم اخلاقی و هم ارزشی، این نباید به یگان شخص و به یگان حزب و گروه ربط داشته باشد. اگر کسی همچون شخص نخواست یا همچون حزب و گروه نخواست، این مشکلی او است، بگذار اعلان کند بگید من در این روند شرکت نمیکنم. اما اگر کسی بگید که من شرکت کردن میخواهم و من میخوام در اینجا سهم خود را بگذارم برای آنکه در آینده میخوام در اون وطن و در اون کشور در مبنای یک وحدت ملی واقعی زندگی کنم، هیچ کس حق ندارد او را استثناء کند. حتی شدیدترین طرفدار رحمان باشد، حتی خود رحمانوف باشد، همچون شهروند تاجیکستان، کبیری باشد، غیر کبیری باشد، علیم شیرزمانوف باشد، دیگران باشند، هر کسی هم باشد، بالاخره این آدم میخواد در این روند وحدت آفرینی ملت شرکت کند، نه در مسئله حکومت و قدرت اینها. من نگاهم به نسبت به اون پلتفرم مشترک این است که بیایم از شعارها و از اون نظریه پردازی های خشک بگذاریم به راهکارهای عملی و اگر این روند آغاز شود مطمئن باشد حتی قوی ترین پرزیدنت هم به خاطر آنکه از این قافله عقب نماند مجبور می شود که بیاد به این قافله شامل شود. این در صورتی که خود حاکمیت آماده نباشد که حالا گیم شرایط را برای چنین یک روندی گفتگوی ملی در اطراف وحدت ملی مهیا سازد، شرایط را فراهم سازد، ولی اگر خودش بخواهد، خودش را شریک بداند چی خوبه. بهترین حالت همین است که ما واقعا هم از اون چارچوب قبلی، حالا خودی و بیگانه، حکومتی و اپوزیسیا، طرفهای جنگ بیرون بیایم با این واقعیت‌های جدید، با این شناخت نوین، شناخت معاصر وارد یک روند ملت سازی و وحدت سازی برویم. باز تکرار میکنم این دیگر هیچ ربطی به حکومتی بودن و به اپوزیسیا بودن ندارد، برای آنکه کسی که امروز در اپوزیسیا است پگه در حکومت میشود، کسی که امروز در حکومت است پگه در اپوزیسیا میشود، اصلا در قدرت ممکن دیگر شریک نباشد، اما او که جزء ملت است دیگر، حالا چی در داخل کشور باشد چی در خارج. بنابراین همین من این گفته ها، این نوشته ها و این بحث هایی که در اطراف وحدت ملی در این حداقل 2 هفته اخیر صورت گرفت، این را خیلی یک پدیده مثبت میدانم و مبارک میگویم به مردم که بالاخره به این درک رسیدند. باز هم تکرار میکنم اگرچه هنوز هم متاسفانه از اون قالب‌های شخص شده پیشین حکومتی یا نزدیک به حکومتی یا اپوزیسیونی هنوز هم دور نرفتیم. حالا من در اینجا برادر محمود جان صحبت خود را به انجام میرسانم و اگر سوال ها و گفتنی‌های باشد در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشید استاد. واقعا صحبت خیلی صحبت خوب بود و ملاحظه های جایی. اینجا خیلی از برادران و خواهران منتظر هستند که صحبت کنند، ولی از همه برادران و خواهرانی که میخوان صحبت کنند خواهش میکنم که آماده باشن. وقتی اونها را در اکران میمونیم آماده باشن برای یعنی صرفه وقت صحبت بکنن در وقتش. و همچنین خواهش که اگر راجع به موضوع یا غیر مستقیم برای موضوع رد داشته باشد سوال‌ها و نظرهای خود را مطرح کنند. همچنین استاد نوشته سوال‌های خیلی زیاد آمده است که ما واقعا شاید در امروز همش نتونیم با شما مطرح کنیم، ولی امیدواریم که هر تا حد امکان مطرح کنیم و از شما خواهش میکنیم که سوال‌ها جواب‌ها نسبتا مختصر و کوتاه‌تر باشن. حالا من یک خواهش دارم، اگر شما در اول سوال‌هایی که به موضوع ربط دارد رو مطرح کنید، بعد سوال‌هایی که بله حالا استاد همین چیزی که گفتید که وحدت ملی نباید مال یک طرف باشد، چه حکومت چه مخالفین اینها، و مثال‌ها آوردید از فرانسه و از آلمان و از اینها، و فردا شاید مخالفین هم بیان سر قدرت. آیا مخالفین هم مثلا مال خود میدونن؟ برای اینکه حالا میبینیم که مثلا یک طرف خودش اساسگذاری صلح و وحدت میگوید، یا طرف دیگر میگه که ما یک طرفی، مثلا مخالفین حزب نهضت اینا میگن که ما یعنی یک طرفی صلح هستیم یا من وحدت هستیم. برای همین یعنی شما مثال از دیگر جا آوردید، اگر برای واضح شدن همین فکر یعنی اگر کمتر شرح میدادین که همین فکر را در مثال تاجیکستان، یعنی چخیل همون وحدت ملیتی که به کسی به مال یک طرف یا دو طرف یا چند طرف، بلکه مال ملت است، میره یک کمتر با زبانی ساده تر شرح میدادن خوب میشد. یک نکته را باید واضح تر کنیم، ما یک طرفی صلح بودیم میمونیم. حالا این صلح خوب بود بد بود تمام شد مرحلهش این مسئله دیگر است، ولی ما یک طرفی صلح بودیم و میمونیم. اما ما یک طرفی وحدت نیستیم، ما جزئی وحدتیم، چون برخلاف صلح وحدت ملی ما باید دو طرف نداشته باشد، سه طرف نداشته باشد، این باید بسیار طرفه باشد. شاید که هر یک شهروند، ما اگر 10 میلیون تاجیکستانی هستیم، همین 10 میلیون تاجیکستانی به فرد خودش هر کدام جز این یک طرف این وحدت ملی است، جزئی از این هست. و اگر ما این دو مسئله رو از هم جدا کرده توانیم صلح و وحدت ملی رو، مسئله حل میشد. نباید اپوزیسیا خود را یک طرفی وحدت ملی بگوید یا حکومت خود را یک طرفی وحدت ملی بگوید. نه، وحدت ملی مال همه ملت است و هر یک تاجیکستانی باید این را جزئی خودش بداند، خودش را جزئی آن بشمارد و در حیات شخصیش، این نکته خیلی مهم است، در حیات شخصیش ثمره های این وحدت ملی را بچشد، ببیند، حس کند. مهاجری که در روسیه کار میکند باید که نتیجه این وحدت ملی را در همون جای کارش، در درون همون پدولی که زندگی میکند ببیند. یا یک نفری که در خارج در آلمان زندگی میکند، یک نفری که در تاجیکستان است. ولی در امروز چگونه است؟ امروز وحدت ملی وقتی که میگن چگونه وحدت ملی میشود که حاکمیت ثروت‌ها در دست یک نفر یا در یک خانواده محدود باشد، بعد همه ملت یا تماشابین یا اندازسپار یا رقص کن در استادیون ها، این را نامش رو بگذاریم وحدت ملی و باید همه قبول کنن، همه قرصک بزنن. نه، این وحدت ملی نیست. اگر ما صلح رو از وحدت ملی جدا کنیم، بگیم که ما یک طرفی صلح بودیم میمونیم، این دیگر در تاریخ ثبت شده است. این یک مسئله است. اما در مسئله وحدت ملی هر چقدر که امکان دارد دایره رو وسیع‌تر بگیریم و هیچ تاجیکستانی نه یگان قوه سیاسی و نه یگان فرد خود را از این کشتی یگانه ملت با نام تاجیکستان و وحدت ملی بیرون تصور نکند. بسیار خوب استاد. هفته گذشته هفته سوال ها زیاد هستن، میگویم خواهش میکنم که کمتر مختصرتر باشد، مثل همین جوابی که حالا دادید استاد. هفته گذشته 27 میلیون روزی وحدت ملی بود، روزی همون جشن وحدت ملی. حکومت یگان چاره‌بینی به خاطر کووید انجام نداد و مخالفین هم برخلاف سالهای گذشته چیزی انجام نداد. آیا سوال میگن که شما موافقت با حکومت که اونها هم چاره‌بینی یعنی برگزار نمیکنن، شما هم برگزار نمیکنید، یا اینکه شما دیگر میگید که یعنی
دیگر صلح با صلح دیگر پایبند نیستید یا یک چیزی دیگر چندان مهم نمیشمارید؟ نه، این هیچ ربطی ندارد. اصلا ما همگی یک مراتبه در خارج در شهر دورتموند 27 ایون را روز امضای سازشنامه را جشن گرفتیم و یک سال دیگر یک چهاربینی محدودتر برگزار کردیم. با همین تمامی علاقه 4 سال می شود که دیگر ما در خارج هیچ چهاربینی مربوط به امضای سازشنامه برگزار نکردیم. پس این هیچ ربطی به اون ندارد که امسال حکومت تاجیکستان یک چهاربینی وسیع برگزار نکرد. اما چرا حکومت نکرد؟ این سوال رو باید به خود حکومت داد. من شخصا کرونا ویروس رو دلیل نمیدونم، برای اینکه حکومت تاجیکستان قبل از روز وحدت باز چندین مراسم‌های عمومی رو برگزار کرد. حتی پرزیدنت‌های را که اصلا یک سفر رسمی پرزیدنت رو با همون یک دلیگاسیون رسمی هم میشد پیشواز گرفت، اما اینقدر مردم رو فرودگاه و کوچه آوردن، کنسرت‌ها تشکیل کردن. پس کرونا ویروس مانع نشد. حالا آمادگی به 30 سالگی هم هست. پس اینجا حتما یگان سبب دیگر هست. من راستی گپ چیزی گفتن نمیتوانم، این رو باید از خود مقامات حکومتی پرسید. اما چرا ما دیگر در اروپا این را جشن نگرفتیم؟ اصلا چون وقتی که دیدیم که نه تنها صلح شکسته شد، بلکه خود وحدت ملی هم بعد از این همه حبس ها و بعد از این همه حادثه های بدی که شد دیگر کاملا از بین رفت و دیگر ضرورت به اون نمود، چون خیلی انتقادها هم به اپوزیسیون وارد شد. من فکر میکنم بعضی از انتقادها جایی بود، حق داشتن که حالا شما با این جشن گرفتن وحدت ملی که اصلا وجود ندارد در کشور دیگر چی پیام میفرستید که اصلا اون طرف یعنی این رو همه رو به مسخره کشیده است. من قبول دارم و اکثریت برادران خواهران ما به این نتیجه رسیدیم که تلاش خود را برای رسیدن به وحدت واقعی ادامه بدهیم و تمرکز بالای مسائل سیاسی و بالای آینده کنیم. گذشته را، تاریخ را همچون تاریخ دیگر یادآوری شیم، اما همچون یک مسئله بسیار مهم که بالای آن دیگر وقت خود را صرف کنیم، از نگاه من این هیچ نتیجه نخواهد داد. بسیار خوب استاد. سال 1992 جنگ شروع شد، سال 1997 یعنی بعد 5 سال یا حدودا 4.5 سال صلح شد. یعنی طرف مخالفین با سرداری رهبری استاد نوری، استاد تورج جانزاده، استاد همتزاده و دیگر مخالفین دنیوی مجبور کردن حکومت رو که به گفتگو مجبورش کردن، به زانو نشست، یعنی دیگر صلح کرد. ولی حالا از 2015 تا 2021 6 سال می شود، ولی شاید این وقتا کمتر سوال ها برای گفتگو اینها پیدا شد، ولی در عموم هیچ خبری نیست. شما به همین نظر یعنی چرا چنین شده است؟ چرا مثلا در اون وقت تونستن که در مدت 5 سال برگردونن ولی حالا 6 سال بیشتر است اما یگان نشانه های جدی برای گفتگو یا برگشتن سربلندان وجود ندارد؟ جواب خیلی کوتاه هست و مشخص هم است. در اون سالها بعد از آن که حکومت موقتی به افغانستان هجرت کرد، من ببینید اون همین یک مسئله رو باید یک جمله دیگر هم بگم. حتی وقتی که حکومت مراسای ملی بود بازم میگن که اپوزیسیا، اون حکومت بود، اون اپوزیسیا نبود دیگر. اپوزیسیا فرانت خلقی بود که بیرون از حکومت با کمک خارجی شکل گرفت، با مسلح شد و حکومت عمل کننده دوشنبه رو از با تبادلات از قدرت دور کردند و اونها به افغانستان هجرت کردند و اپوزیسیا شدند. یعنی هر کسی در حکومت بود اون دیگر اپوزیسیا نیست. اونجا دیگه وقتی در افغانستان هجرت کردند، عدد در افغانستان خیلی زیاد بود. استاد برهان الدین ربانی، شهید احمد شاه مسعود، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، تمام عالم اسلام با کمک اپوزیسیا شتافت، مسلح کردند و این رو باید بگویم همه میدونن که در افغانستان سلاح پیدا کردن کار دشواری نبود و با یک نیروی مجهز نظامی رحمانوف رو مجبور کردن که صلح کند، برای آنکه علاقه نیروهای پیشرفت اپوزیسیا منطقه کلاب در آمده بودن، شغناو رو گرفتن، کانیتیلو رو از این طرف در 7 کیلومتری دوشنبه مستقر شده بودن و رحمانوف دیگر مجبور بود که صلح کند. حالا اینکه اساسگذاری صلح رو میخواست، اینا همش افسانه بیش نیست. شما بیاید یک بار صحبت‌های خود رحمانوف رو در سال 93 94 در تلویزیون آرت روسیه تماشا کنید. اصلا صلح رو نمیخواست، میگفت من با اینا هیچ وقت دیگر صلح نمیکنم. اما وقتی که اون طرف که ادمیشن
معاون وزیر خارجه روسیه گفت که ما زنگ زدیم گفتیم که دیگر سربازای روس نباید بمیرن، میخوای خودت جنگ کن، ما با جای تو جنگ نمیکنیم، پول نمیدیم، سلاح نمیدیم، اگر صلح نکنی. دیگر رحمانوف مجبور شد که صلح کنه. یعنی رحمانوف نیروی نظامی قوی رو اعتراف میکند و مجبور میشود صلح کند. اما اپوزیسیون امروز سوال است که چرا به این زودی موفق نمیشه؟ چون ما نیروی مسلح نداریم، ما دیگر در افغانستان نیستیم، ما اصلا نیتی برگشتن به سلاح نداریم که بیایم از ما هم طلب کنن که چرا شما مثلا به زودی مجبور نکردید رحمانوف را که عقب نشینی کند. ما الان یک مبارزه شاید وقت میگیرد، اما رسانه‌ای، دیپلماتی و حقوق بشری را برده ایستادیم که این به مراتب دشوارتر از مبارزه نظامی هست. باور کنید کسی، من چون در اون زمانم بودم، بسیاری از دوستانی که الان در این مبارزه مصالحت آمیز هستند در اون زمان جهاد هم بودن، الان میگن که به مراتب دشوارتر و سخت‌تر است. دیگر هیچ جای دنیا کمک نمیکند و ما دور از وطن هستیم. این واقعیت ها رو باید مردم، ملت باید به نظر بگیرد و همون طوری که ما درباره صلح میگیم که نباید اون 20 سال پیش رو با این روز مقایسه کرد، در مسئله مبارزه هم نباید اون شرایط 20 سال پیش رو با شرایط امروز مقایسه کرد. اما مهم که نتیجه است. این مبارزه که ما شروع کردیم وقت هم بگیرد، با دشواری هم باشه، آهسته آهسته خدا را شکر نتیجه داده ایستاده است و مهم که راه افتاده نشویم و این سرعت خوب را ادامه بدیم. آمد باشه دوستان. حالا که در مسئله افغانستان گفتید، مهاجرینی که صد هزار زیاد مهاجری که در افغانستان بودن در یک فضایی بودن که میخواستن برگردن به وطن، ولی حالا مهاجرین از جمله بخصوص مخالفین در اروپا هستند که اروپا یک رفاهیت برای اونها مهیا کرده است. فکر نمیکنید این هم مشکل است برای مثلا در راه مبارزه تاثیر خودش میرساند؟ نه، من این رو مشکلی بزرگ نمیبینم، برای اینکه وقتی که در افغانستان در اونجا نیاز به نیروی نظامی رزمنده بود، هر نفر در اونجا اهمیت داشت و اگر که مردم زودتر میخواستن به وطن برگردن، دیگر مبارزه بردن، جهاد کردن و زودتر هم به وطن برگشتن. اما در مبارزه مصالحت آمیز دیپلماتی، رسانه‌ای و حقوق بشری ما دیگر نیاز به افراد یک ارتش بزرگ نداریم. ما اینجا نیاز بیشتر به جوانهای بسیار انگیزه‌دار و جوانهایی که واقعا فکر و ایده دارن. نه تنها جوانان، من منظورم وقتی که جوانان میگم جوان مردان، یعنی کسانی که چی مرد و چی زن، اینها باید بیاین وارد این مرحله مبارزه شوند و شرط نیست که در چارچوب پیمان ملی تاجیکستان یا دیگر نیروهای اپوزیسیونی، بلکه بیان یک جزئی از فعالیت را برای رسیدن به اون وحدت ملی و بازگشت سربلندانه برای همه ملت، فقط برای یک اپوزیسیون نه، برای مهاجرین، برای کسانی که واقعا میخوان در یک تاجیکستان آباد و پیشرفته زندگی کنن، باید تلاش کنن. من وضعیت را اونقدر فقط در این نمیبینم که حالا اروپا زندگی بهتر دارد و مثلا اگر اپوزیسیون پیروز هم شود، شاید که دیگر خواهش برگشتن به تاجیکستان که رحمانوف دیگه میدونید به چی وضعیت رسون با اون نداشته باشه. شما اگر در مثال بعضی کشورهای دیگر بگیرید، برای مثال اپوزیسیون تونس، نهضت اسلامی تونس 22 سال در هجرت بود، 22 سال مبارزه مصالحت آمیز بردن و بعداً به وطن برگشتن. امروز در داخل کشورشان هستند ولی به اروپا دیگه برنگشتن. برای چی؟ برای اینکه از همون وطنشان یک کشوری آبادی مثل اروپا ساختن، در همون جا موندن. وظیفه ما این است که باید در اینجا استفاده از امکانات‌های اینجا استفاده برده مبارزه بریم، به نتیجه برسیم و تاجیکستان هم را مثل اروپا پیشرفته کنیم که دیگر هیچ ضرورت یا آرزوی بازگشت به اروپا باقی نماند. آمد باشه دوستان. حالا برادران و خواهران در خط هستن، اونا را میپرسیم، سوالای زیاد هم هستن. یک نفر به نام امام، من دیگرش نمیخوانم، خواهش میکنم وقتی که در چنین برنامه ها هستین از مسئله رسیدن به شخصیت یا یعنی نام های تحقیر کننده و از اینها استفاده نبرید، بهتر است. اون رفتند. حالا از پیش صف هم این خواهش میکنم که صحبت کنند، فکر و نظر دارید بفرمایید.
پیشرفتم اگر سوالی دارید نظری دارید بفرمایید. اگر اون نباشد ابوبکر بفرمایید. مثل که ندارند. حالا میریم استاد در چی سوال ها میگذاریم. استاد یک سوال اینجا هست که خیلی یعنی برخی ها میگویند صلح یک حادثه خیلی مهم است که جنگ شهروندی رو خاتمه بخشید، اما اینکه هنیت رو بستند و سرکوب کردن یک حادثه جانبی است و نمیتواند صلح که یک حادثه خیلی مهم است را کمرنگ کند. اون خیلی نیست. من قسما موافقم با این نظر که خود صلح را گفتم که از حادثه های ما بعد صلح باید جدا کنیم و اگر ما جدا کرده توانیم کارمون خیلی آسان میشد و دقیق تر صحبت کرده میتونیم. اونه که بعدا نه تنها چرا فقط بیایم بالای مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بستن تمرکز کنیم. قبل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب دموکرات رو به اون حال رساندن. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو هم میتوانستند مثل حزب دموکرات، حزب سوسیالیستی و الان که حزب سوسیال دموکراتی رو کردن، حزب کمونیست رو کردن، مثل اینها دو دسته کنند، رهبریتشون رو عوض کنند و یک شخصهای لختک مانند رو بیارن به رهبریت حزب نهضت رو نمیبستن. بعدشون نمیامد که یک حزب دینی دیگر ظاهرا در تاجیکستان باشد، مثل پیشینه فخر کنند که تاجیکستان یگانه کشوری است که حزب دینی دارد و اپوزیسیون هم داریم، در پارلمان هم هستیم و اینا را فخر فروشی زیاد میکردن. اما دیدن که نتوانستن حزب نهضت رو این نقشه هایشون عملی شود، به این نتیجه رسیدن که باید ببندن. یعنی مرحله سوء استفاده از صلح از طرف یک نفر دیگر به نهضت تنها ربط ندارد، بلکه از اون وقت شروع شد که رحمانوف وقتی که در ترازو ماند که این صلح باید به وحدت ملی آورده برساند، وحدت ملی باید به یک جامعه دموکراتی، همون طوری که در متن سازشنامه ها بود در کدام پروتکل که رحمانوف باید یک دوره 7 ساله رئیس جمهور باقی بماند، بعد انتخابات آزاد میشود و دیگران به سر قدرت بیایند. ولی رحمانوف وقتی که این رو در ترازو ماند که این فلسفه صلح را، وحدت ملی را انتخاب کند که تاجیکستان یک دولت دموکراتی و حقوق بنیاد شود که همه احزاب در آن حق شرکت داشته باشند و او باید از قدرت برود، یا اینکه خودش و خانواده‌اش رو فکر کند. وقتی که دیگر در این انتخاب دشوار و واقعا هم دشوار خودش و خانواده‌اش رو و بایگری و تاخیر رو در قدرت مانده رو انتخاب کرد، دیگر برای رحمانوف یک مرحله نو آغاز شد که اون از سرکوب کردن تمام رقیبان آغاز شد. حالا چون نهضت اسلامی تاجیکستان چرا 5 سال دیرتر سرکوب شد نسبت به دیگران؟ برای اینکه ما از اول گفتیم که ما پرزیدنت شدن نمیخواهیم، قدرت رو به واسطه خودمون گرفتن نمیخواهیم. محمد روزی اسکندر گفت که من پرزیدنت شدن میخواهم، زندانش کرد. غفار میرزایف زندانش کرد. محمد نظر صالح بود به فکرم سابق رئیس دستگاه پرزیدنت، کشته شد. یعنی هر کسی که دعوای پرزیدنتی و رهبری کرد قبل از ما او رو نابود کردن. زید سعیدوف حتی حزب تشکیل کردنی شد، او را زندانی کردن و بعد نوبت ما رسید. اما نباید ما تمرکز بالای نهضت کنیم. این باید همچنین در یک مسیر تاریخی ما بعد صلح تحلیل کرده شود که چرا رحمانوف به این خلاصه آمد. حالا ممکن طرفداران رحمانوف یا خودش کارشناسان نزدیک به رحمانوف بگن که رحمانوف این انتخاب دشوار را کرد به خاطر ملت و دولت، چون فکر کرد که اگر مثلا زید سعید سر قدرت بیاد، محمد روزی بیاد یا عبیدالله بیاد، مثلا دوستیف بیاد، کبیری بیاد، یک کسی دیگر بیاید، ممکن که دولت پراکنده شود و ملت پاش بخورد و این روایت ها را ممکن بگن و رحمانوف مجبور شد که به خاطر ملت و دولت بیاد و حالا فرزنداش رو نه ملت رو فکر کرد. اگر با سوال بتیم که پس چرا در اطرافش خانواده و اولاد و دامادها و خدایاش رو جمع کرده است، شاید با دلیل بیانم که اینم به خاطر ملت است، اینم به خاطر دولت، چون که بالاخره رهبر دولت دید که در کشور دیگر ملت ندارد هیچ کس غیر از همین خانواده خودش، یگان کادر ارزنده نیست، دلش به ملت و دولت سوخت و
خب همین فرزند و داماد و قدهاش رو به سر قدرت آورد. یعنی مسئله در اینجا هست. حالا که ما و شما میدونیم که دیگر هدف اساسی رحمانوف وقتی که در ترازو ماند گفت که نه دیگر من به ملت و صلح و دولت کار ندارم، اگر در سر قدرت نباشم بگذار ملت از بین برود، بگذار جنگ شود، بگذار هر چی باشد. و اتفاقا همینا را چند بارم صدا داد، چند بارم گفت که من یعنی به انتخابات و به این مشورت رفتنی نیستم، به این سازشنامه و کنستیتوسیا رو تغییر میدیم، سازشنامه را ویران میکنم، زندانی میکنم، اما باید در قدرت بمانم. اگر کسی راضی نیست کاری خودش یا برای در خارج زندگی کند یا در زندان زندگی کند یا کشته میشود. ما دیگر باید این را تحلیل کنیم. حالا بعضی شاید بگن که من خیلی ساده نگری میکنم، خیلی این را یک طرفه میگم، اما دیگر شف کردن در کار نیست. اما شفتالو گپ را باید گفت. من بالاخره کارشناس نیستم، من سیاستمدارم، حرف سیاسی و نقطه نظر خود را بدون کدام ملاحظه بیان میکنم. صدای من رفت محمود جان؟ صدای شما نیست. بله استاد، صدای شما. تشکر زیاد. حالا تاجیکستان تاج سرم بفرمایید، بعد اون آمادگی بیند سید عبدالله نوری و حالا بفرمایید تاجیکستان تاج سرم بفرمایید. سلام و درود استاد محیدین کبیری. علیکم سلام. امیدوارم که سربلند و خانواده هستید. آواز من هست؟ بله برادر عزیز هست. تشکر، شما هم سربلند باشید. بفرمایید. استاد محیدین کبیری، یک دو سوالی کوتاه جواب دارم. پیش از اون یکی سوال رو گفتنیم، امین من در دوره استقلالیت به دنیا اومدم ولی تا حال پریزیدنتم را رو به رو حتی از نزدیکی یا از دوری ندیدم، فقط در تلویزیون ها میبینم. خواهشی آن را داشتم که بینم، نه اینکه نشد. دوره که استودنت بودیم حتی فقط دستش را میدیدیم از آینه ماشین. یگان شعر از یاد نکردی؟ یگان شعر و قصیده، یگان چیز برای خواندن تیار نکردید که میرفتید در همون مراسم‌ها شرکت میکردید، شعر میخوندید، یک هدیه هم میگرفتید، شاید یک جای کار میداد، یگان دانشگاه داخل میشد؟ نه من خیلی تملق کار نیستم استاد. استاد محیدین کبیری، بله فرمایید. سوال یکم، شما نیز به مثل امام علی رحمان حاضر یعنی که رسم‌های مونالیزا در سطح جهانی جای دوم رو میگیرد الکی، برای که رحمانوف در سطح صورتمانی در جای یکم است. در هر جای کوشه کنار تاجیکستان صورت‌های رحمانوف تاجیکستان به پیش رو میبینیم. شما نیز به مثل وی در هر کجا در وقتی که به سر قدرت آمده در هر کجا صورت‌های خود را میگذارید. این سوال دوم، استاد بعدی وقتی قدرت آمدن یکمین کمبودی‌های درونی کشور رو برطرف میکنید یا اینکه بیرونی به مثل قرقیزستان و چین و زمین‌های روخته شده؟ این بود سوال دوم. سوال سوم، به گفته شما استاد رحمانوف با همراهی خواجه‌های خارجی کار میکند، کار و فعالیت میکند. الکی که میدانیم رحمانوف دوره از قدرت رفتن رو پی سر کرده ایستاده است. وقتی که او میرد او لای تاجیکستان آبی تاجیکستان رو بزرگتر کند و بعد گریزد. شما این آب رو چگونه صاف میکنید؟ با خواجه های خارجی کار به سر میکنید یا اینکه به یاردم همون خواجه های خارجی؟ سوال چهارم، وقتی که شما به سر قدرت آمدید این فعالیتتان را به مثل گفته حاضره به پیش بردن نتوانستید، بعد
گناهکار رو به سر رحمانوف میگذارید که او دولت رو غارت کرد و من با قدرتی اون رو نتوانستم که به 5 سال مگرم گیریم، من نتوانستم گفته های اجرا کرد. به رحمانوف میگذارید یا اینکه این بهانه شده نمیتواند. و سوال آخران من، بعد به سر قدرت آمدن شما با باری کامل گفته میتوانید که با همراهان منمین مخالفین به مثل محمد اقبال صدرالدین، به مثل حسین اشوروف مبارزه نمیکنید بس برای به وظیفه گذاشتن؟ مثال ممکن است که محمد اقبال میگوید من دولت را حزب نهضت اسلام میکنم، ممکن حسین اشروفی دیگر میکنم، شما بین خود مبارزه نمیکنین؟ تشکر. سلامت باشید برادر. ولی 2 سوال گفتید، 5 سوال دادین دوستان. منم تلاش کردم که سوالای برادر رو جواب از سوالای من. سلامت باشید. من تلاش میکنم با سوالهای شما جواب بدم کوتاه. اگر من بودا کدامش فراموش کردم خواهش میکنم خاطررسانی کنید، برای که 5 سوال شاید از ذهنم همش نموند. من اول حالا چی من باشم چی هر کسی که دیگر باشد، پرزیدنت آینده باشد، اصلا عکس آویزان کردن در خیابان ها، در اداره ها یک قاعده دارد، فرهنگ دارد، اتیکا دارد. از یاد عکس آویزان کردن نه آبروی آدم زیاد می شود، نه محبتش، بلکه بی قدر هم می شود. در تمام دنیا معروف است که عکس پرزیدنت را در بعض اداره های رسمی دولتی و در سفارتخانه ها میگذارند. اما اینکه در همه جا، در کوچه ها، در خیابان ها و مکتب ها در همه جا باشد، این هیچ ربطی به فرهنگ سیاسی ندارد. این دیگر نشانه ها از یک فرهنگ شخص پرستی و یک دولت افطریتری هست، خودکامگی هست که در تاجیکستان متاسفانه، تنها در تاجیکستان نه، در همه کشورهای دیکتاتوری این رایج است. و گاه بعد پرزیدنت ها میان برای که خودشون خاکسار نشان بدن، میگن که عکسای ما رو در همه جا آویزان نکنید، ولی هیچ کس رو برای عکس آویزان کردن جزا نمیتین. خب اگر که نمیخواید 2 تا رئیس ناحیه، 4 تا دیرکتور مکتب یا چند نفر در بیمارستان چی ربط دارد؟ اون بیمار بیچاره، بعضی بیمارا ممکن از همون دست رحمانوف بیمار شدن، عصبی شدن، دارو ندارن، در بیمارستان افتاده است، باز میره در همون بیمارستان عکس رحمانوف رو میبیند، یک بار سکته دل میشود و با جای یک عکس فرزندش ماند، یک عکس طبیعت ماند. یعنی مطمئن باشید ما، حالا من اگر میکردم در اداره هیچ من میکردم، در یگون جای دیگر میکردم، اصلا نکردم این کارو و نبایدم بکنم. این از روی اتیکت و پروتکل دولتی خیلی که در کشورهای دموکراتی است باید که انجام شود. اما در مسئله اون که اول من مشکلات داخلی رو حل میکردم یا خارجی، برادر عزیز ما قریب که مشکل خارجی نداریم. مشکلات با قرقیزستان، با کشورهای دیگر، این یک مشکلاتای بسیار هم ساده، گذرنده، صنعی هست. یعنی این را همون مناسبت 2 پرزیدنت، 2 حکومت نشان میدهد که یک مشکلات صنعی است که در یک مدت کوتاه حل می شود. مشکل اصلی ملت ما مشکل داخلی است. مناسبت ما، مشکل ما با قدرت، با حاکمیت، با نفرانی که 30 سال شد این مشکل را با وجود آوردن. اگر ما مشکل داخلی را حل کردیم، یک ملت متحد، جسور، یگانه و از همه مهمش در پشت حکومت اگر ملت قرار بگیرد، دیگر با قرقیز با دیگرها گپ زدن نه تنها آسان است، اصلا دیگر نیاز به گپ زدن هم نیست، اون خودش درک میکنه. اما امروز ما با یک قرقیز همسایه که ضعیفترین از لحاظ اهالی از همه کمتر است و قریب 1 برابر از ما کم است و یک کشور کوهی است، نه نفت دارد نه گاز دارد، اما با همین مشکلات ما حل کرده نمیتونیم. برای چی؟ برای اینکه در داخل ما مشکل داریم و ملت پراکنده است، حکومت از ملت دور. بنابراین قدم اولی من یا هر کسی دیگر باید که اول حل مشکلات داخلی باشد، مشکلات خارجی خودش حل می شود. خب شما گفتید که رحمانوف قبل از رفتن آب رو لای میکند میرود. رحمانوف علاکه آب رو لای کرده است. من در یک صحبت دیگر هم گفتم که
هر کسی که پرزیدنت می شود باید چقدر زحمت بکشد که این ویرانکاری هایی که شد اینا رو از نو برقرار کنند. شما وقتی من ویرانکاری میگم، باز بعضیا میگن که خب شما ببینید کوچه رودکی رو، خیابان رودکی رو چقدر آباد شده است فلان بینها. من وقتی که ویرانکاری میگم سیستم دولتی رو در نظر دارم. کروپسیا، پاره‌خوری، نبودن استقلالیت در دست ناحیه ها و ولایت ها، همه چیز رو رحمانوف تعیین کردن از بالا. این نهاد دولتی رو، سیستم دولتداری رو ضعیف کردن و وابسته یک شخص کردن. شما میدونید چقدر کار دشوار است این سیستم رو اصلاح کردن و قدرت رو، سیستم دولتی رو از مرکز بازگرداندن به مردم در محل ها. رئیس جمهوریت باید که صلاحیت حل مشکلات رو داشته باشد. رئیس ناحیه، رئیس ولایت، رئیس شهرها، مسئولین باید این صلاحیت رو داشته باشند. ولی امروز همه چیز در دست رحمانوف جمع شده است. این واقعا کار بسیار زحمت طلب است. باید قانون‌های وضع شود، باید که سیستم دولتی رو ما از داخل عوض کنیم. بنابر همین این کار آسان نیست. رحمانوف فلکه کار لای کرده است. ما باید تلاش کنیم که از این لایتر نشود، از این بدتر نشود. من در یک صحبت هم گفته بودم که چرا میخوام بعد نیست که یک خانم پرزیدنت اولی تاجیکستان بعد از رحمان شود. حالا حتمی نیست، چون من گفتم مردها اونقدر با این مرسالاری و یک طرفه رفتار کردن، کار رو ویران کردن که این خانه مشترک ما رو که باید یک بانو بیاد و روبوچین کند، بعد دوباره باز به دست مردها بسپارد. وگرنه دیگر با اون افلاسیه که در داخل سیستم شد خیلی کار دشوار است. خب اینجا سوال بسیار جالب داده که اگر مثلا در یک مدت کوتاه من موفق نشدم، بعد عیب رو به دوش کی میسپارم؟ بعد میگم که رحمانوف این همه را بد کرده بود که دیگر ما نمیتوانیم یا کسی دیگر. برادر عزیز، من در صحبت قبلی گفتم که حکومت بعدی، چه من پرزیدنت آینده باشم چه کسی دیگر، باید در 100 روز اولش گزارش دهد به ملت، بیاید حسابات دهد، پرس کنفرانس عمومی کند و درباره 100 روز اولی کارش معلومات رو بدهد، مردم ببینند که میتواند یا نمیتواند. بعد از یک سال معلوم شود که همین آدم چی من باشد چه کسی دیگر با راه درست رفته است یا نه. دیگر این بهانه که رحمانوف ویران کرده بود، کسی دیگر ویران کرده بود، به در نمیخورد. همه میدونند که رحمانوف ویران کرده است. حکومت خانوادگی است، حکومت فساد زده شده است، ولی این دیگر بهانه شده نمیتواند برای من یا برای اون کسی دیگر. در 100 روز اول اگر همین بهانه رو آوردم، گفتم که ملت محترم یا هر کسی دیگر اگر پرزیدنت هم شد گفت که من در این 100 روز کار کردن نتوانستم برای آنکه رحمانوف این رو همه را ویران کرده بود و دیگر از دست من کار نمیاد، ملت باید در همون 100 روز اول این نفر رو جواب دهد. بجاش یک نفر بیارد که بگه که من میتوانم و برنامه عملی داشته باشم. خب در مسئله آنکه با دیگر برادران در صورت پیروزی آیا اختلاف نظر با وجود می آید یا مخالفت می شود، ضدیت می شود، ببینید کشورهایی که یا ملت‌هایی که پخته رسیدن، نیروهای مبارز که پخته رسیدند و مشترکاً به یک نتیجه رسیدن و در خارج به یک وحدت و به همکاری رسیده باشند، در داخل به یک نزاع یا برخورد و به یک زد و خوردها رفتن احتمالش خیلی کم است، خیلی ضعیف است. اما اگر اختلافات نظر خیلی زیاد باشد، هدف فقط اون باشد که ما رحمانوف رو از قدرت دور کنیم و بعد میبینیم در داخل تاجیکستان، من فکر میکنم که بهترش که رحمانوف در سر قدرت باقی بماند، نیروهای اپوزیسیونی نیاین به سر قدرت. اگر هدف فقط از قدرت دور کردن رحمانوف باشد و یک جامعه آباد و دموکراتی و یک وحدت ملی نباشد، بنابر همین ما باید در بیرون، در خارج بوده ها نیروهای مبارز حداقل اون فرهنگ با یکدیگر گپ زدن و همکاری کردن رو با وجود اختلافایمان، با وجود آن که ما یک حزب نیستیم، یک گروه نیستیم، اما باید یاد بگیریم، بیاموزیم، با هم بشینیم و اطراف مشترکات و مسائل های عمومی به یک توافق قبل از وطن رفتن برسیم. اگر این کارو نکردیم، بعد همون میشه که یک گروه میگه که در اینجا سهم من زیادتر بود، من مثلا بلاگر بودم و فلان مقدار پرسماتر داشتم، من حزب کلانتر بودم، من سابقه دارتر بودم، من
اینا منها بعد شروع می شود. بنابر همین من نظرم این است که البته الان همدیگر فهمی هست، همکاری هست و بسیار یک فضای مناسب خوب هست. آهسته آهسته به سمت همکاری بیشتر رفتن در کار تا اینکه این اختلافی نظرها در سطح بگذار اختلافی نظرهای کوچک و معیده باقی بماند، این جای عیبش نیست. اما در مسائل های عمومی ملت ما باید به یک اتفاق نظر در اینجا برسیم و نه تنها بین ما کسانی که در خارج هستیم بلکه با کسانی هم که در داخل کشور هستند و همون طوری که گفتم در یک روند وحدت آفرینی ما باید با همه ملت شرکت کنیم. تمام نیروهایی که ضد حکومت حاضر هستند و میخوان این حکومت عوض شود باید در یک روند گفتگوی مشترک باید به مشترکات عمومی برسیم. بعد ان شاء الله اون وقت در اونجا دیگر سلامت باشید استاد. برادران خواهش برادران خواهران که همین از زیاد همین هر نفری صحبت میکنه یک سوال یا دو سوال اکثرا بتیاد برای که خیلی از برادران میخوان صحبت بکنن. حالا از با یک نفر به نام سید عبدالله نام استاد فقید استاد سید عبدالله رهبر فقید نهضت مونده است. بفرما برادر و بعد برادر ابوبکر اومده بگی ببینن. بفرما. با عرض درود و سلام. اگر آوازم رو شنوید من آغاز کنم به سوال. هست بفرما. سپاسگزار. یک تا خواهش بود به استاد کبیری که در برآوردهای پیشتر گفته بودن که من بلاگر نیو برای همین من کمتر برآمد میکنم گفته بودم. به فکر من معلومات اطلاعات این روندی اداره کنی است. Информация это процесс управленческий. То есть управление процесс информационный. وقتی که بیشتر برآمد کنن اطلاعات دیان اگر همون روندی سازگاری مخالفین را فعالتر و قوی‌تر میکنن. اکنون دو سوال میدهم به استاد. یکم سوال چرا رحمانوف در آخر برید و مخالفین گریزه شد حالان که هر دو فشار صلح کردن رو داشتن؟ مخالفین را ربانی و احمد شاهی مسعود میخواستن از طالبان اگر در صورتی شکست خوردن به تاجیکستان گریزن. رحمانوف از طرف روسیه فشار می آورد ولی در آخر مخالفین گریزه شد، رحمانوف برید. و سوال دومی من اگر اجازت بدهید و نیکو بفرمایید از سوال یکم برمی آید. به شرافت دوران سید عبدالله نوری مخالفین از قرآن بهره‌مند شدیم. در قرآن سوره آل عمران خداوند می‌فرماید آنها حیله کردند و خداوند حیله کرد اما خداوند بهترین حیله‌گر است و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. و چنین آیت بود در دیگر جای قرآن تکرار شده است. و مقصد از این چی است؟ سالهای 2010-11 اون انتخابات پرزیدنتی پارلمانی شما گویا جناب کبیری به نزد رحمانوف رفته وقتی که سوسیال دموکرات رحمت الله ظاهروف الیانسی مخالفین را تشکیل کرد و خودش را رئیس کرد، شما به نزد رحمانوف رفته گویا گفته اید که و این را من از حیله‌گری می‌حسابم به رحمانوف پیشنهاد کردید که ما آوازمون رو به تو میدیم، یعنی تو رو رحمانوف رو تذکیری میکنیم تو به ما کرسی های پارلمانت و منصب رو بده گفته. و در سیاست همچون مافیا دیده می شود. در مافیا به گفته روسو یکی از پرینسیپایشون نیور نیبویس نی پرسی. وقتی که شما پرسیدید طلب کردید رحمانوف قدرت خود و ضعیفی شما رو دید و برای سرنگون و سرکوب کردن شما برای به فکر من شروع کرد. و این منبع این گپی من از دهان سردار پژوهش استراتژی نزد پرزیدنت همان وقته سیف الله سفرов گفته است، نه شخصا به واسطه به من، به دیگر شخصی معتمد. شما چنین رفتار رو روا دیدید، پذیرفتید و اجرا کردید، انجام دادید. و به فکر من و در سوره بقره میگوید که اگر بخشی دستورات الهی رو قبول کنی بخش دیگر رو تو انکار کنی، اگر با کسانی که چنین میورزند بجز خواری و زاری در این دنیا و آخرت نیست. 45 و 54 بود آیه بقره. برای همین از بس که حزب نهضت اسلام است باید که سراپا یعنی از آیات های پروردگار باید که برخوردار باشه، چی در سیاست چی در زندگی. و همین چنین حیله‌گری ها، یعنی بعضی اش رو گرفته بعضی اش رو انکار کردتون
حالتی خاری و زاری مخالفین حالا چونین است، گریزه است، حالا که رحمانوف اینجا از رسواترین کثیفترین انسان است. من به تحقیر نمیرسم، من واقعیت رو میگم، چون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. راست و دروغ رو میامیزید و راست رو پنهان نکنید اگر که دونید. این راست است، کثیف است، رسوا است و باید این رو بگم، نه به نیتی تحقیر کردن و به نیتی واقعیت رو پنهان نکردن و ابراز کردن. چون پیغمبر میفرمایند انما الاعمال بالنیات، هر یک عمل وابسته به نیت است. نیتی من تحقیر کردن شخص نیست، واقعیت رو گفتن است. و سوال یکم همین بود که چرا رحمانوف برید و مخالفین گریزه شد، حالا که هر دو فشاری سو کردن رو داشتن. دوم سوال، چرا شما آیا واقعا همین حیله رو کردید با رحمانوف، همین چنین داد و گرفت های مخفی و حیله‌گرانه رو کردید یا نه؟ با عرض درود، سپاس، زنده باشید، پیروزی با ماست. سلامت باشید. من بسیار تشکر برادر عزیز، بسیار سوال‌های خوب و ملاحظه‌های خوب گفتید و من برادر محمود جان قبل از اون که به سوال‌ها وارد شم یک نکته رو می‌خواستم همچون برادروار از باب تذکر و نصیحت به این برادر عزیز بگویم که حتی در همین حالت هم تحت شعار یا دعوایی که من حقیقت رو میگویم فکری نیتی تحقیر ندارم، بازم خودداری کنید از گفتن حرفای دغل. همین کلمه‌ای که استفاده کرده رذیل و افلاس و اینا گفته، همین در زبان تاجیکی سینونیم ها مرادف های دارد که میشه همین رو به یک شکل دیگر گفت، چون که واقعا من خیلی میخوام که این افیر ما جای تحقیر نباشد، نه تنها نسبت ما بلکه نسبت رقیبان ما هم، نسبت رحمانوف هم، نسبت هر کسی هم باشد. هر چقدر که میتوانیم از مرادف ها کلمه های دیگر استفاده کنیم که همون معنا رو بتید. این یک. دوم، من خواهش میکنم به هیچ وجه با شعار آن که چون من حقیقت را میگویم، وقتی که حقیقت را میگویم نیتم نیک است، نباید حقیقت را پنهان کنم. من در تجربه کمی که دارم با اون مشاهده که میکنم، بسیاری از کمبودی ها و جنایت ها حتی که از نام اسلام و مسلمان ها صادر میشد تحت همین شعار هست. یک نفر می آید یک انجام میدهد کارهای را، حتی سربری ها، کشتارهای خود مسلمان ها را، میگه چون من اون کاری غلط نکردم، من از قرآن و سنت دلیل دارم و حق را گفته ایستادم. یک کس را حکمی کفر میکند، یک کس را میگه که اینجا عیبی من نیست، من هر چی کاری کرده ایستادم دلیل دارم و باید این را بکنم، وظیفه دارم هستم که این را بکنم. بیشتری از کمبودی های دنیا تحت شعاره که چون من حق را میگویم و نیتم نیک است انجام می شود. حقیقت در دست هیچ کس نیست، پروردگار در دست فقط پروردگار است. ما باید تلاش کنیم که با اون حقیقت نزدیک شویم، اما این دعوا را هیچ وقت نداشته باشیم. این تذکر برادرانه من است که در آینده خیلی خیلی احتیاط کنید، چون که من این حرف رو فقط از شما نه، از بسیار دیگرها میشنوم که میگن که چون من حق را گفته ایستادم و حق با من است، چرا پنهانش کنم؟ چرا این کلمه رو اون آدم همین خیلی است چرا استفاده نکنم؟ طرف کافر است، از نگاه من باید کافرش بگم، مرتد است باید مرتدش بگم، رذیل است باید رذیلش بگم. من خواهش میکنم این را یک مقدار احتیاط کنید و از کلمات دیگر استفاده برید. قاطعانه حکم کردنم و دعوای حق بودنم از نظر من ما حق نداریم. حالا این مقدمه کمی طولانی شد، برگردیم به سوالهای شما. چرا رحمانوف برد در نتیجه صلح ما باید دادیم؟ نه، رحمانوف هم برد، ما هم برد دادیم. باز تکرار میکنم، در مسئله صلح ملت برد کرد، ما هم برد کردیم، رحمانوف هم برد کرد، ما هم به وطن برگشتیم. رحمانوف هم قدرت رو از دست نداد، چون که اگر صلح نمیکرد قدرت رو از دست میداد. ما هم اگر صلح نمیکردیم جنگ دوام میکرد و شاید به وطن برگشتنمون طولانی تر میشد. اما ما در مرحله بعدی باختیم، در مرحله بعد از صلح باختیم که در اونجا ما واقعا تاجیکانه رفتار کردیم. من تاجیکانه رفتار کردن را نمیدونم حالا مثبت است یا منفی. اصلا وقتی که تاجیکانه رفتار کردیم، جوانمردانه رفتار کردیم، صمیمانه رفتار کردیم، باید مثبت باشد. اما طرف دیگر این پیروزی خودش رو در ناخنک، یعنی ما رو بیرون کردن و شکست دادن و زندانی کردن رو یک زیرکی میداند، یک قدرت میداند. حتی بعضی ها میگن آفرینش باد که او خیلی زیرک بوده، سیاست رو خوب میفهمیده است و بالاخره پیروز شد. شما اشتباه کردید، شما غلط کردید، سادگی کردید، شکست خوردید.
حالا رفتار ما آیا تاجیکانه بود؟ یعنی اگر ما صمیمیت را من حتی بعضی میگن که همین صلح ما صلح تاجیکانه بود، گفتگوی ما تاجیکانه بود. درست میگم. چرا؟ برای اینکه ما نه اومدیم بگیم که یک کفالتش چی است که همین رحمانوف بعد فریب نمیکنه یا اپوزیسیا فریب نمیکنن. ما وقتی که به خدا قسم خوردیم و دست دادیم و گفتیم غضب خدا و لعنت ملت، یا برعکس لعنت خدا و غضب ملت باد بر کسی که این سالهای گذشته را باز یادآوری میکند، هر روز یادآوری کرده ایستادن در رادیو و تلویزیون. نه از غضب خدا میترسن نه از لعنت مردم. این رو زیرکی نامش گذاشتن، این رو پیروزی. اما ما تاجیکانه و مسلمانوار رفتار کردیم، اومدیم گفتیم خب این طرف دست داد و این طرف دیگر نباید این کار را بکند و ما سلاح را سپاریدیم و اومدیم در چارچوب یک حزب سیاسی مثل همه رفتار کردیم. باز تکرار میکنم، آیا تاجیکانه رفتار کردن گناه هست، عیب هست؟ اگر عیب باشد پس بگیم که تاجیک بودن و تاجیکانه رفتار کردن دیگر یک کمبودی هست. اما بگیم که نه، ما تاجیکانه رفتار کردیم، بگذار شکست هم خوردن باشیم ولی آب و رو و حیثیت رو نگه داشتیم، اون طرف بگذار خودش رو زیرک حساب کند، بگذار خودش رو دانا و چالاک حس کند ولی خیانت کرد، پس من ترجیح میدیم که شکست خورده باشم اما تاجیکانه و مسلمانوار رفتار کردم. بالاخره در نهایت پیروزی با ماست. بعد چند سال هم باشد پیروز میشویم. بعد خب ما نکشیدیم شخصا، آینده ها پیروز میشوند، ولی میگن که مرد بر این تاجیکانه و مسلمانوار رفتار کرد. بنابراین ما در صلح خود را شکست خورده و فریب خورده نمیدانیم، اما در مرحله بعدی بله من با شما راضی هستم. خب در مسئله آن که حالا اون چیزی گفتید که مکر و حیله و البته اون آیه کریمه رو خوندید که و مکر الله و الله خیر الماکرین، این بعضی ها در این رو به معنای همون مکر و حیله میفهمند که حالا که در تفسیرهای معتبر و جاهای دیگر که واژه مکر و مکر الله این به معنای کارسازی، به معنای یعنی کسانی هستند که دعوای خدایی و دعوای یک کارهای بزرگ میکنند. این به مناسبت‌های انسانی، به این حیله و نیرنگ بشری ربطی مستقیم ندارد. بنابر همین من خواهش میکنم این موضوع را هم یک کمی وسیع‌تر مناسبت کنیم. اما درباره آن که من حالا یک الیانس شده بوده باشد و من رفته باشم پیش رحمان و جای در کرسی گفته باشم یا با شما هستم، اصلا برادران عزیز، چه از سیف الله سفرو شنیدید چه از کسان دیگر من زیاد میشنوم میخوانم که در حق ما این تهمت ها را میکنن. من هیچ وقت بعد از آنکه مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدم با رحمانوف صحبت یک به یک و یک ملاقات نداشتم. بله در چارچوب چاره‌بینی ها در پارلمان، در شورای جمعیتی، در جاهای دیگر بله صحبت های کوتاه در بعضی ضیافت ها میکردیم. خب سلام علیک داشتیم، حال پرسی اینا بود، اما این که بحث سیاسی کرده باشیم نه. برعکس من نامه نوشتم به پرزیدنت رحمانوف 2 مرتبه، 1 مرتبه همچون رئیس حزب درخواست ملاقات کردیم قبول نکرد، 1 مرتبه همچون وکیل مجلس نمایندگان درخواست ملاقات کردم و در نامه هم نوشتم که این موضوع ها را میخواهم مطرح کنم، بررسی کنم. در ارشیو پرزیدنت هست، بگیرن رسانه‌ای کنن بگن که سیف الله سفرو درخواست کند که حالا همون را رسانه‌ای کنید که در نامه کبیری چی بود. ولی هیچ متاسفانه هیچ ملاقات نشد. برای چی؟ برای اینکه میدونستن که من چی میگویم. اما از برادر دوستم سیف الله سفرو خواهش میکنم دیگر این تهمت‌ها رو نکند. من اگر مقام درخواست میکردم و دنبال منصب بودم، خود پرزیدنت رحمانوف مرا دعوت کرد که بیا مشاور شو و بیا در ساختار اجرایی کار کن، ولی من رد کردم. اتفاقا هر دوی ما یک زمان دعوت شدیم، من و رحمت الله ظاهروف برای مشاور پرزیدنت شدن. رحمت الله ظاهروف رفت قبول کرد، من قبول نکردم. برای گفتم مشاور یعنی رفتم در اونجا جزء همون ساختار هستم و باید که دیگر اطاعت کنم. رحمت الله بعد 1 سال تقریبا وقتی که حزبش را ثبت نام کرد دیگر از مشاوره بیرون رفت. حتی بعد از آن که انتخابات تمام شد، من محمود جان کمی طولانی میشد، باید این برادران این موضوع مهم رو درک کنن که در اینجا هیچ گونه ملاقات نبود، حیله و نیرنگ به کار نیست در اینجا، بلکه ما خیلی شفاف و آشکار رفتار کردیم. بعد از همین
انتخابات 2015 حزب رو از پارلمان بیرون کردن. در هفته اول مقامات دولتی به منزل شخصی من آمدن، یک ماشین هدیه و حالا چیزای بسیار آمدن با بهانه خانه درایان، چون من منزل حوالی گذاشته بودم. و این رو بگم که همش رو به همسایه‌ها تقسیم کردم، حتی یک ذره هم نگرفتم. گفتم بعد این کاری که با انتخابات کرده، این هدیه و مهمانی شما به من دیگه چی معنی داره؟ پیشنهادی منصب کردم. من یک بار رد کردم، دوباره آمدم گفتن یک هفته وقت هست. حالا حتی گفتم با پرزیدنت نرسوندیم، خیلی ناراحت می شود که تا به حال نشد است در تاریخ تاجیکستان که یک کس را منصب پیشنهاد کرده باشد پرزیدنت او رد کرده باشد، این به احترامی میشود. گفتم هر چی میشود شود، من قبول ندارم دیگر وزیر شدن یگان منصب دولتی رو. وقتی که با حزب من، با برادران من، با ارزش‌های من این گونه مناسبت کردن، من بگذار حتی در یک کارگری عادی میمونم، در همین کشور زندگی میکنم، اما منصب رو دیگر قبول ندارم. حقیقت برادر، واقعیت این است، نه اون چیزی که درباره ما میگن. حالا متاسفانه که ما کمتر صحبت میکنیم، کمتر جواب میگیم، نتیجهش همین میشد. اما شما یک ملاحظه گفتید که من گفتم که بلاگر نیستم و کمتر صحبت میکنم. با این صحبت، این حرف چند ماه پیش بود، اما امروز در پیمان ملی ما به نتیجه رسیدیم که من صحبت‌های هفته‌ایه یا دیر هر 2 هفته تا چند ماه داشته باشم. نه همچون یک بلاگر. بالاخره من نمیتونم بلاگر باشم، چون که بلاگری یک هنر میخواهد، کسب میخواهد، استعداد میخواهد که متاسفانه من ندارم. اگر که میداشتم حتما میکردم این کارو. اما من همچون یک رهبر یک سازمان سیاسی شرط نیست که هر هفته بیام صحبت کنم. امروز که ضرورت شده است، باید 1 ماه 2 ماه لازم شود 3 ماه من پیوسته صحبت میکنم، با سوالهای مردم جواب میگم. اگر نیاز بود ادامه میدم، اگر نیاز نباشد باز در یک فرمت دیگر ادامه خواهم داد. خدا خواهد. الو الو الو، سلام علیکم. صدا هست محمود جان؟ بله بفرمایید بفرمایید. بله خیلی خوب. بفرمایید از داخل صدای وطن. ما میاد؟ بله الو بله صحبت کنید. شما در افیر هستین، گپ زنید. مثل که صداشو نیست. صدا شما میشنوید؟ صدای ما رو نمیشنوید مثل که. صدای شما اومده است؟ صدای ما باشه. بله هست، بفرمایید. سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. الو استاد، بیرون ما یک سوال داشتیم، می‌خواستیم که در یک مسئله یک معلوماتی کافی مفصل می‌دادید. اوید یعنی تبادلاتی که سال 2015 از جانب گنرال نظرزاده حلیم گذاشته بود، یک فکر خودتون مثلا بیان می‌کردید یا معلوماتی مفصل می‌دادید؟ سلامت باشه برادر عزیز. برادر عزیز، تا امروز خودی منم نمیدونم که در 4 سپتامبر 2015 چی گذشت. خیلی خوب، حکومت روایت خودش رو دارد که من پول دادم به نظرزاده و تبادلات میکردم. اگر من تبادلات میکردم میدونستم چیکار کنم. من چرا بیام در خارج و نظرزاده خودش که کارمند مقامات دولتی بود با اون میدادم، در صورتی که در اونجا دیگر مجاهدان بودن، در صورتی که من خودم در داخل کشور بودم و چندین مراتب فرصت‌های از این بهتر بود که من اگر قدرت رو از راه تبادلات گرفتن می‌خواستم این کار انجام میدادم. اما چرا گنرال نظرزاده دست به این کار زد؟ اصلا چرا به کوه رفت؟ اگر او تبادلات میکرد، او بین وزارت دفاع که سلاح‌ها را گرفته بود، من در نوارها دیدم، تا قصر پرزیدنت همگی 200 متر 300 متر است، دورش 500 متر در مرکز دوشنبه است. چرا یک نفر، یک گنرال میخواست تبادلات کنه
با سپارش کبیری سلاح داشته، سرباز داشته است و میرفته است به کوه فرار میکرده است. مقصدش چی است؟ اون اگر شما نواری صحبت معاون وزیر امنیت عبدالعزیز جعلوف رو در دادگاهی که نسبت بچه برادران ما شد در جواب سوال محمد علی حیات است، نوارش در دست ما هست، صحبتش و در شبکه هم پخش شد. از اون وقتی که محمد علی حیات میپرسد از معاون وزیر امنیت که شما در صحبت قبلیتون گفتید که جنرال نظرزاده چند روز پیش از این تبادلات به شما زنگ زده است و گفته است که نسبت من پرونده باز کردن، آیا درست است یا نه؟ عبدالعزیز جعلوف میگوید که بله، من جواب دادم که چنین پرونده هست نسبت شما، ولی این کار حل شونده است، شما نگران نباشید. یعنی وقتی که نسبت نظرزاده پرونده باز کردن، او را باید حبس کنن مثل دیگر مجاهدان سابق و وزیران دیگر. او شاید مجبور شده باشد دست به سلاح گرفت و به کوه فرار کرد که دیگر حبس نشود و مثل دیگر جنرال ها در زندان نپوسد، بلکه یا شهید شود یا از خودش دفاع کند یا به یگان سازش برسند. این چرا دیگر به نهضت و به ما دارد؟ ولی رحمان خودش میداند که در اونجا چی گذشت یا دیگر وزیران. برای اون یک فرصت مناسب بود که به همین بهانه نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کنند. چرا؟ برای اینکه یک ماه پیش از این حادثه وزارت عدلیه به ما نامه زده بود که نامه رسمی هست، در ارشیو هست که شما خودتون حزب رو بندید یا ما میبندیم. اگر تا اولهای سپتامبر نبستید ما میبندیم خودمون، ولی ما نبستیم. گفتیم ما هیچ که حق ندارد حزب رسمی رو بندد، نه کبیری نه کسی دیگر. و هیئت هم فرستادن به وزارت عدلیه، سید عمر حسینی، عبدالقاهر دولت، محمد جان نوری، چندین نفرا رفتن تا اینکه صحبت کنن با وزیر و بفهمونن که این کار غیر قانونی است. اما دیدن که نمیشود، در پای این حادثه نهضت رو بستند و حالا هم دعوا کرده ایستادند که ما این تبادل رو تشکیل کردیم، ولی این 100% دروغ است و خود من میخواهم بدانم که در اون شب در اون مرحله چی شد و شاید روز میرسد، حتما یک روز میرسد که این ارشیوها باز میشوند، شاهدا پیدا میشوند و ما ملت میفهمد که در اونجا چی گذشت. سلامت باشید. کلوب 44 بفرمایید. حالا کلوب 44 بفرمایید. سلام علیکم محمد جون. الو. و علیکم السلام. گپ زنید آوازتان اومده است. سلام با استاد محیدین کبیری. و علیکم السلام. استاد محیدین کبیری، روز شما گفتین که ما یک مدت 3 مدت یک بار میبرم برآمد میکنم. چی با که یک مدت 3 مدت یک بار برآمد میکنم؟ نمیشه همین هر ماه ببروی که مثلا شما را بشناسن بدونن کی چیه، مثلا همین از همین خلق خودش شیشیدگه بشناسن که ما میخوایم که شما کی بدونن که مثلا آدم بدونن که شما کی، مثلا چی شونده جرب شوند خلق بدونن که مثلا هست که همین آدم که برآمد میکنن، مثلا خلق دستگیری میکنن کارو چی. همین من میخوام که شما هر مدت یک بار باید ببرین گپ زنین خاطی چیو، برای که رحمانوف نامرد یک بار خاطی موجی رو بروماگی گپ زگی نیست. خاطی بیاگم موینوش یاگم چه نمیبره همینجا در گپ زنه که خلق ایدان خلق بفهمه که همین خلق چی گپ میزنن. ای مثلا شما میبرین گپ میزنه، مثلا اوج آدمو خرسان میشن که هست هم آدم که چی میکنن آینده را پیش میبره. ما میخوایم که هر ماه یک بار گپ زنه خاطی یک بار استاد. سلامت باشه برادر عزیز. من از برادر خواهش میکردم که دیگر همین کلمه نامرد استفاده نبریم. حالا خودم هم گاه گفتم همین حرف رو وقتی که درباره صلح گپ میرود، چون اون نامردی دیگر است، یعنی اما به معنی هم تاجیکی است. اما تلاش کنیم که نه من نه شما کسی دیگر در این افیرها حرفی دغل نگیم. اما شما وقتی من نگفتم که من در اینجا هر 3 ماه یک مرتبه برآمد میکنم، برعکس من هر هفته میخوام از این به بعد با شما صحبت کنم، برآمد کنم. هر 3 ماه وقتی که در تاجیکستان پرزیدنت عوض شد، هر کسی پرزیدنت شد، چه من باشم چه کسی دیگر، باید هر 3 ماه بیاد با ملت صحبت کند، گزارش بدهد که در این 3 ماه چیکار کرد.
مقصد من از اون 3 ماه اون در دوره تاجیکستان و حکومت بعدی است. من حالا تا چند ماه دیگر انشاءالله هر هفته با شما صحبت میکنم، سوال و جواب میکنیم. اگر وقت دیدم که شما خسته شده یا حرفای منم تمام شد بعد این را کوتاه‌تر میکنیم انشاءالله. خب دیگر سوال های باشد اگر محمود جان دیگر صداتون قطع است. برادر عبدالله بفرما. برادر عبدالله بفرما. سلام علیکم. میشنوید نه؟ بله. سلام علیکم استاد کبیری. شما قطعی یک صحبت کوتاه یک سوالای مهم بودن اون را گفتیم شما دا بتیم استاد اگر اجازه بدید. بفرمایید. مرحمت. استاد کبیری شما که در طول 20 سال زیاد در جمهوری تاجیکستان حزب سیاسی شما که عمل داشت در دوره قانون طرفداران داشتن، نخود که در طول 20 سال 25 سال شما همین نقشه که ممکن ما اگر خطا کنم نقشه که بر ضد حزب شما شیدگی بود، یعنی که حزب را ایبین بردن و در آخر تروریست اعلام کردن، همین را شما نتونستین درک کنین، یک پیش بینی کنید که شما چه بگیم با زبان پیشگیری پیگیریش کنه که شما به همین درجه آورده نرسید و در آخر شما گریزش نه در مثال گپ پناهندگی در اروپا دارین. دویم سوال دویمش شما یگان نمود دیالوگ با فدراسیون روسیه دارین که شما کسانی که با شما صحبت میکنن، کسانی که شما را پیروی میکنن، سیاست شما را قبول دارن در فدراسیون روسیه تحت کوفتوکوف تحت دیگر عملات دیگر حکم ها نبرن که شما در خاطر مثال که هستم شهروندان موجود در روسیه در برنامه های اشتراک میکنن، در برنامه شما در برنامه های حسین اشرف و دیگر برنامه های گروه 24 غیب میزنن. از اون جمله اعضای گروه 24 در روسیه با شهروندی روسیه داشتن غیب زدن تا حاضر تقدیر بیان معین نیست. مقصد سوال که شما با فدراسیون روسیه همچون یک پیمان ملی الیانس ناسیونال الیانس تاجیکستان همین شما یک دیالوگ دارین که فدراسیون روسیه شما را اعتراف کند، یک حرکت سیاسی جدی شما را اعتراف کند. سلامت باشه. سلامت باشه برادر عبدالله، بسیار سوال‌های خوب دادید. بله ما از نقشه البته نشانهای آن که نسبت صلح سازشنامه خیانت شده ایستاده است، نشانهاش تقریبا بعد از انتخابات 2010 پارلمانی معلوم شده بود، چون وقتی که فهمیدن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی رأی بیشتر گرفت، یک ترس با وجود آمد که اگر در سال 2013 نامزدی مانند نامزد به پرزیدنتی حتما این حزب پیروز خواهد شد و امام علی رحمانوف آمد پروتکل 3220 را در شورای امنیت ملی تاجیکستان یک پروتکل مخفی قبول کردند در اون جلسه و خودش امضا کرد. این پروتکل را سپارش به همه وزارت‌ها و ادارات دادند که نه تنها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجموع دین مبین اسلام و فعالان سیاسی را چگونه آیسا محدود کنند، فشار بیارند و صحنه سیاسی را از رقیبان خودش و خانواده‌اش پاکسازی کنند. وقتی که این پروتکل مخفی نشر شد از طرف بعضی رسانه‌های روسی، من وکیل مجلس نمایندگان بودم برادر عبدالله و اولین کاری کردم همچون وکیل نسخه همین پروتکل را گرفتم و به پروکورور گنرالی تاجیکستان که شیرخان سلیم زاده بود نامه نوشتم و به رئیس دستگاه پرزیدنتی تاجیکستان همچون وکیل و همچون رئیس حزب نهضت گفتم که خب نسخه همین پروتکل 3220 با امضای پرزیدنت رحمانوف نشر شده است، به وزیرا سپارش دادن که نسبت ما این چاره‌ها را باید بیاندیشند. مقامات دولتی این چاره‌هایی که رحمانوف سپارش داده است همش مخالف کنستیتوسیون و مخالف سازشنامه، قانونگذاری، اخلاق همه چی هست. این پروتکل واقعی هست یا دروغ است؟ اگر واقعی باشد با ما شرح بدید که چرا پرزیدنت چون یک سپارش‌های غیر قانونی داده است. اگر دروغ است کسی این را ساخته‌کاری کرده است با ما شرح بدید و اون نسخه اصلی پروتکل را با ما نشان بدید. من همچون وکیل مجلس نمایندگان حق دارم که شناس شوم و میخوانم امضا میکنم که این سی را به هیچ کجا
نخواهم برآورد، ولی به اعضایان حزب کفالت میدهم که من اون نسخه پروتکل رو دیدم. اون چیزی که در رسانه ها نشر شد دروغ بوده است، ولی رحمانوف یک پروتکل دیگر رو امضا کرده است که ضد کنستیتوسیا، ضد سازشنامه و ضد قانون ها نیست. به من از پروکورور گنرالی تاجیکستان سلیم زاده جواب آمد که نامه شما را دیدیم، سنجیدیم، واقعا چنین جلسه شورای امنیت شده بوده است و چنین پروتکل با همین رقم وجود دارد، اما بعضی جایهای پروتکل دستکاری شده است، یعنی فالسیفیکه شده است از طرف کسی و بعد نشر شده است. من گفتم خیلی خوب، من با شما باور دارم، پس همون نسخه همون جاهایی که ساخته کاری شده است به من نشان بدهید و نسخه اصلی را من بینم، مقایسه کنم و بیرم با اعضای حزبم و جامعه بگم که آرام باشید و هیچ سیاست خیانتکارانه ضد نهضت نیست. ولی پروکورور گنرالی بعد زنگ زد به من با تلفن داخلی حکومتی، گفت که ما چون همکار بودیم با اون در پارلمان، وقتی که پروکورور گنرالی شود دپوتات مجلس نمایندگان بود، گفت برادر ما که دوست و شناس و رفیق هستیم، دیگر در این مسئله از من بسیار نپرس، با اپارات پرزیدنت حل کن. من همین قدر جواب دادم، به خدا دیگر نمیتوانم نسخه اصلی رو طلب کنم که بدید. یعنی پروکورور گنرالی دیگر عاجز ماند. من باز با دستگاه پرزیدنت نامه نوشتم برای رئیس دستگاه، گفتم که میخواهم این را من ببینم، ولی نه تنها جواب نشد. بعد اونا مثل که خفن شدن که حالا باز اینها جرأت میکند رئیس حزب از ما بیانات طلب میکند یا میخواهد که پروتکل رو بیند. نه تنها جواب ندادن، بلکه فشار بالای حزب ما بیشتر کردن، دقیقاً از روی همون پروتکل و هر کاری که میکردن بعدا ما مقایسه میکردیم، میگفتیم این به همون پونکت مثلا فلانی پروتکل مطابقت میکند و این رو ما الکی از سال 2012 آگاه شدیم. اما شما سوال دادید که چرا چاره‌های لازمی ندیدیم. ما چه چاره‌های لازمی میدیم؟ از نو جنگ میکردیم، از نو دست به سلاح میزدیم. ما فقط چاره‌های قانونی را دیدیم، مردم را آگاه کردیم، حکومت را هشدار دادیم این کار رو نکنید، این ناجوانمردی رو نکنید و نامه نوشتیم به سازمان‌های بین‌المللی. من حتی با پوتین و با روحانی و با دبیر کلی سازمان ملل پان کی مون که اون وقت بود نامه نوشتم که چند ماه پیش از این حادثه که جامعه جهانی آگاه باشد که چنین یک پروتکل قبول شده است و آهسته آهسته این صلح را دیفرماسیون کرده ایستادن، از بین برده ایستادن و حزب ما را میبندن، یگان کاری میشود. متاسفانه جامعه جهانی مشغول قضیه اوکراین بود و افغانستان و عراق و سوریه، کسی توجه به این قضیه ما نداد و رحمانوف هم فرصت رو مناسب دانست و این عمل رو تا به آخر متاسفانه انجام داد. شما بیاید یک مسئله را بینید برادروار که آیا نهضت اسلامی تاجیکستان از این بیشتر یگان کار کرده میتوانست؟ اگر میتوانست ما میگیم بله خب میتوانستیم، ولی متاسفانه نکردیم. این کمبودی ما در اون زمان در اون شرایط واقعا ما فکر میکردیم که یعنی از این بیشتر دیگر هر کاری کنیم جنگ میشود، این صلح و وحدت و این همه از بین میرود. حالا بعضی ها میگویند که بالاخره از بین رفت، شما را زندانی کردن، مهاجر کردن، همونجا یک کاری میکردید و شاید که یا پیروز میشدید یا یگان کاری میشد. خب این کار رو نکردیم. اگر کمبودی ما در همین باشد من قبول هستم که این کمبودی رو اعتراف کنم. خب درباره سوال دوم که گفت و شنید با روسیه، نه ما هیچ گفت و شنید با روسیه نداریم، اما روسیه هم یک کشوری هست که بالاخره در دو سمت کار میکند. یکی این که من بالاخره شناسایی دارم در اونجا، در اکادمی دیپلماتی با هم خوندیم، امروز در مقامات کار میکنن، در جاهای دیگر رفت آمد داشتیم. حدی اکثری که این کارو کردن با وجود همه تلاشایی که رحمانوف کرده ایستاده است، تا امروز نه پیمان ملی، نه نهضت اسلامی تاجیکستان و نه دیگر گروه ها را همچون گروه های اکستریمیستی در روسیه اعتراف ندارند. من منظورم خود قانونگذاری روسیه. اما روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان جزء چند سازمان منطقوی هستند مثل شانگهای، مثل اودکب، اسنگ که در اونجا بعض مقررات عمومی هست که در هر کشور اگر نفر مورد جستجو قرار بگیرد، در لیست جنایتکاری باشد،
کشورهای دیگری عضو ODKB یا سازمان شانگهای وظیفه دارند که این نفران را در جستجوی در جستجوی پلیس اینها قرار بدهند. این دیگر سازشنامه بین دولتی است، هیچ ربطی به مناسبت روسیه با ما ندارد. اگر روسیه ما را تروریست اعتراف میکرد الکی این کار را کرده بود، اما روسیه مجبور است که اون سازشنامه امضا کرده با تاجیکستان را عملی کند و اون حبس کردن ها، اون دزدیدن ها، اینها همش در نتیجه اجرای اون سازشنامه ها است. وقتی که تاجیکستان نام یک نفر را میدهد که او چه اعضای گروه 24 باشد، چه نهضت یا هر کسی دیگر، این را شما بازداشت کنید و به تاجیکستان بفرستید، روسیه وظیفه دار است طبق اون سازشنامه امضا کرده این کار را انجام بده. همین بود که من در ماه اکتبر سال 2016 یا حتی 2015 هنوز من دستور دادم که فعالیت اعضایان حزب نهضت در روسیه قطع کرده شود، چون از این سازشنامه آگاه بودم و دیگران را هم توصیه کردم که تریتوری روسیه، قزاقستان و این کشورها را ترک کنید، برای آنکه برای شما جای امن نیست. کسی گوش کرد و ترک کرد، خب دیگر به فایده خودش. کسی فکر کرد که حالا فعالیت سیاسی نکرده ایستاده است، هیچ خطری ندارد، متاسفانه دچار این مشکلات شدند. سلامت باشید. حالا از داخل بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بفرما برادر. الو. بفرما، آواز میاد از داخل، بفرما. آقای محمود جان سوداستی، سلامتون خوب است؟ باشید. تشکر. و سلام علیکم پدر مهربان محیدین کبیری، همچون پدر والله بالله تعالی دوست می‌دارم. سلامت باشه برادر عزیز. بیاد برادر، ما و شما برادر هستیم. حالا احترام کردید همچون پدر، من ممنونم، ولی دیگر در سیاست همچون برادر باشیم. در مناسبت‌های شخصی ما که رفت بعد انشاءالله حالا برادر، اکا، اوکا این چیزی دیگر است، ولی حالا برادر انشاءالله. بفرمایید. او برادر مثل که مشکل اینترنت داشت، حالا مناسب شو بفرمایید. سلام علیکم برادر محیدین کبیر، سپاس میکنم. برادر محیدین کبیر، یک سوال داشتم. جمهوری تاجیکستان شما چطور می‌بینید؟ نه دولت پرزیدنتی بلکه دولت پارلمانی. از این حکومت دیکتاتوری و حکومت پرزیدنتی بیزار شدن. سوال تمام شد برادر؟ مناسب شد. برادر عزیز، من در صحبت قبلی کسی پرسیده بود جواب دادم الکی که عیب در نظام پرزیدنتی یا در پارلمانی نیست، عیب در اون نفری هست که این مقام قدرت رو میگیرد. همین رحمانوف یک وقت در تاجیکستان آمد، وقتی که رئیس شورای عالی تاجیکستان شد مقام پرزیدنتی رو از بین برد، چون رحمان نبیوف اون وقت بود مرحوم و خودش رئیس پارلمان و رئیس دولت همزمان بود، اما با تاجیکستان جز جنگ هیچ چیز نآورد. یعنی همون بعد سه خوجند جنگ شروع شد، اتفاقا بیشتر قربانیان جنگ شهروندی تاجیکستان در بین رئیس شورای عالی بودن رحمانوف صورت گرفت. یعنی حکومت پارلمانتی بود، کشور اداره کشور پارلمانتی بود، اما به ما کمک نکرد. در بسیاری از کشورها جمهوری پرزیدنتی است مثل فرانسه و اینها، ولی چون نظام دموکراتی است یگان اشکال ندارد. من در آینده طرفدار چی هستم؟ طرفدار آن هستم که میتواند تاجیکستان همچون جمهوری پرزیدنتی باقی بماند، اما صلاحیت های پرزیدنت باید کم کرده شود. یک قسمش به پارلمان، یک قسمش به سروزیر و یک قسمش به مقامات سودی داده شود. امروز مقامات سودی ما حتی مستقل نیستند. رحمانوف هر کسی را حکم اعلان کند مقامات سودی او را اجرا میکنند، کسی را عفو کند او را از تالار سود هم یک جوان را رها کرد، کارمند گمرک را مقامات سودی هیچ کار کردن نمیتونن. یعنی باید صلاحیت های پرزیدنت کم کرده شود. شاید در مرحله های بعدی ما به نظام پارلمانی بگذاریم. مهم که نظام دموکراتی باشد، پرزیدنت و رئیس پارلمان جوابگو در نزد مردم و مقامات دیگر باشند. اگر این کار را کردیم دیگر انشاءالله که مشکلات ما حل خواهد شد.
سلامت باشید استاد. مهاجر بفرما و بعد اون فکری نو آینده بفرمایید. اول حالا مهاجر بفرمایید. حالا که برادر مهاجر نیستن، برادر محمود جان، ما توافق کرده بودیم که دفعه گذشته 3 ساعت گفتن طولانی است، از 2 ساعت بیشتر نشود. حالا نزدیک به 2 ساعت میشه. 2 ساعت همین یک نفر دیگر را بشنویم، فکری نو فکرشون میگوید، به همین صحبت ختم میکنیم. انشالله هر هفته همین روز در همین ساعت انشالله استاد هستن و با سوال ها. واقعا استاد یک چیز دیگر هست که سوال ها خیلی زیاد هستن، نمیدونیم اینا چه خیلی حل بکنیم. سوال ها را من یک بار به شما میفرستم، در آینده بالای همین فکر کردن. هفته بعد میتونیم که همین سوال هایی که حالا فرستادن، برای که بسیار از برادران میگویند که بعضیش کار دارن سوال میدین، میگن من 3 ساعت تماشا کردم سوال خود ما پیدا نکردم. همین مشکل ها هستن. اگر امکان باشد هفته دیگر هم یا یک وقت دیگر را پیدا کنیم به این سوال ها به مردم جواب بدیم، خوب میشه. انشالله یک مشورت میکنیم. حالا تلاش کنیم که برادرانی که هستن به سوالشون جواب بگیرن. بعد ما که باری آخر نیست، آخر دیگر انشالله چند ماه هر هفته اگر ساق سلامت باشیم و زنده باشیم با مردم صحبت میکنیم و حتما به برادران فرصت سوال دادن میشه. بفرمایید. بله استاد، ولی بعضی مردم مثال میخواهند صحبت بکنن، دیگر به هر حال حالا فکری نو بفرمایین و بعد خیلی از برادران دیگر که منتظر هستن از همه اونها بخشش میخواهیم که نتوانستیم وقت برای اونها وقت بدیم. بفرما برادر فکری نو، بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. استاد محیدین کبیری. علیکم السلام. من بار دوم یک بار همچو دستتون رو فشرده بودم. شکر خدا میکنم که امروز باز در صحبت آنلاینی من میخوام که شما هر هفته برآمد کنید، زیرا که چخیلی که میگویند ککا و اون تکا و ژیز. مقصد در اینجا فکرانه ملت ما بلند شود. هر وقتی که شما برآمد میکنید فکرهای شهروندان تاجیکستان دیگر شده ایستاده است. الحمدلله. من در اینجا مقصد دارم که همین چخیل بکنیم که همین سیستم تاجیکستان رو ایواز کنیم که همین دولت پیش رود، خلق و ملت پیش رود، مهاجر نشود، شهروندان تاجیکستان پیش رفته باشید و این پریزیدنتی باشد از 2 مراتبه از 4 سالی زیاد نشود. وقتی که اگر کسی یک قانون برآید که اگر کسی این رو ایواز کند باید که به محبس کشیده شود. همین مثلا امام علی رحمان ایواز کرد، دوبار از 7 سالی زیاد نشود، اما شد باز خودش را پیشوا و دیگر گذاشت. اما من میخوام وقتی که این حکومت نو به سر قدرت اومد باید که دیگر پریزیدنت نتواند از همین 4 سالی 2 مراتب. استاد بخشی باشد 2 دقیقه داریم، اگر این اجازه باشد جواب بدیم و بعد من دیگر این برادرم قریب که سوال نداشت. من انشالله این پیشنهاد شما رو به نظر میگیرم که هر هفته گفتم برآمد میکنم. تمام تلاش خود را برادر انجام بدیم که همون چیزی که شما گفتید با یک دولت و کشور و ملت برسیم که دیگر یک نفر نتواند از 2 مراتبه بیشتر رهبری دولت باشد، هر روز کنستیتوسیون را برای خودش تغییر بدهد و همه مهاجرین برگردند به وطن و در وطن جای کار داشته باشند و شاد و سربلند باشند. خداوند نگهبانتون باشد برادر. سلامت باشید. صحبت‌های بعدی برادر محمود جان با شما هم تشکر. سلامت باشید استاد و همه برادران. این برادرانی که در انتظار هستن ما نامشون گرفتیم، انشالله در صحبت‌های بعدی امیدواریم که سوال‌های خود اینها اول شده بدین. یک بار دیگه از یکی همه برادرانی که تماشا کردند با ما بودند، سوال دادند، نوشتند، با ما بودند، تشکر میگیم. از استاد کبیری هم که واقعا وقتی های خود را به ما دادند و اینجا بودند، یک بار دیگه تشکر میکنیم. خداوند یار و مددگارتان تا هفته دیگر روز دوشنبه همین ساعت انشاءالله. خدا یار. سلامت باشین استاد.